بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. با قسمت دیگری از برنامه حجت بی حجت از شبکه جهانی وصال حق در خدمت شما بزرگواران هستیم و همونطوری که بارها در این برنامه مشاهده کردید، موضوع بحث ما در این برنامه و همه برنامه‌های حجت بی حجت ادعای دروغین حجت بودن ائمه اهل بیت بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ادعای دروغین امامت منصوص آنها از طرف الله سبحانه و تعالی و اینکه ائمه اهل بیت بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جانشینان و خلیفه ایشان و امامان برحق و منصوص از طرف الله سبحانه و تعالی هستند که ما در قسمت‌های گذشته دروغ بودن این ادعای آخوندهای رافضی رو با اسناد و مدارک از کتاب‌های خودشون ثابت کردیم خدمتتون و در کتاب حجت باب‌های مختلفش رو بررسی کردیم تا اینکه رسیدیم به ادعای خیلی گنده خیلی بزرگ آخوندهای رافضی که 40 حدیث صحیح در اثبات مهدی موهوم یا همون امام زمان خیالی خودشون دارن. قبل از اینکه بیشتر در این مورد صحبت بکنم، بارها گفتیم که ما به امام زمان یا همون مهدی موعودی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به اومدنش بشارت دارن اعتقاد داریم و طبق احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم این قضیه ثابت شده. اما آنچه که اینها بهش اعتقاد دارن، امام زمان جنایتکار، امام زمانی که قرآن رو برداشته و فرار کرده از ترس اینکه کشته بشه و جنایت هایی که در آخر از زمان انجام میده، کعبه رو خراب میکنه، مسجد نبی رو خراب میکنه، همسر و یاران پیامبر رو از قبر زنده میکنه، اونا رو شلاق میزنه، این یک یهودی هست، یک دجالی هست که اینها بهش اعتقاد دارن و ربطی به مهدی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به آمدنش بشارت دادن نداره. اینها اومدن 40 روایت صحیح و سند از کتاب‌های خودشون و در آخرم بعضی از کتب اهل سنت روایت‌هایی رو ذکر کردن و با تلبیس و دروغ و خیانت وانمود کردن که بله شیعه حدیث صحیح داره، در حالی که این چالش و تحدی عموم مسلمانان تا قیامت پابرجاست که شیعه چیزی به اسم حدیث صحیح نداره، اصلا یک حدیث صحیح هم ندارن. همه کتاب‌های اینا رو بگردید، شاید بعضی از شیعیان تعجب بکنن از این حرفای ما، اما این یک واقعیت تلخی است که شماها یک حدیث صحیح ندارید در کتاباتون طبق اون تعریف حدیث صحیح که در نزدتون وجود داره. به خاطر همین این 40 حدیثی هم که جمع کردن میگن حدیث صحیح هست، دروغ است. و بعد از اینکه در این مورد صحبت شد در این برنامه، اومدن از این قضیه به اصطلاح تنازل دادن به اینکه حالا اگر حدیث صحیح نیست، حالا حدیث متواتر داریم و یک تعریف عجیب و غریبی از حدیث صحیح هم برای خودشون درست کردن. حدیث متواتر که ما در هفته گذشته قسمت‌های از کلیپ بچه کمریش آقای قزوینی رو نشون دادیم و جناب حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان در این مورد صحبت کردن و این دروغگویی ها و ترجمه ها و خیانت هایی که در اون کلیپ و در صحبت ها اینا وجود داره و در اون ادعایی که 40 حدیث صحیح دارن در مورد امام زمان، بیشتر این مطالب رو بیان کردیم و در برنامه امروز طبق قولی که به شما عزیزان دادیم ادامه همون بحث رو میگیریم و مهمان همیشگی ما هم حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستن که من خیر مقدم عرض میکنم. بنده خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز و ارجمندی که با این برنامه نشستن عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جنابالی هستم با ادامه مبحث. جزاکم الله خیر. عزیزان بیننده، موضوع این هفته برنامه حجت بی حجت این است که آیا حدیث متواتر نیاز به بررسی سندی ندارد؟ اینها ادعا کردن که نه، حدیث متواتر هرگز نیاز به بررسی سندی ندارد. یعنی اگر 1000 تا کذاب دروغگوی دجال منافق زندیق در مذهب شیعه بیان یک مطلبی رو نقل بکنن، این میشه حدیث متواتر و جزئی از دین و مذهب اینا، هر طوری که است باید به اون عمل بکنن. اینطوری ما برداشت کردیم از صحبتاشون. حالا صحبت‌های اینا رو پخش خواهیم کرد در طول برنامه و انشالله جواب‌های کوبنده وصال حق و حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان رو هم خواهید شنید. جناب استاد در خدمتیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اگر اجازه بدید قبل از این که مبحث رو ادامه بدیم یک اشاره منده داشته باشم به مطالبی که در هفته گذشته مطرح شد. همان گونه که شما هم فرمودید ادعای آقایون این هست ابتدا که در واقع با ساز و دهل اومدند و 40 حدیث صحیح اعلام کردند. هم خودشون و هم اساتیدشون اعلام کردند که بله ما موفق شدیم 40 حدیث صحیح برای اثبات محمد ابن حسن عسکری چه ولادتش یا امامتش پیدا کردیم و این امام زمانشون. خب ما اومدیم این 40 روایت صحیح و سند به قول آقایون رو بررسی سندی کردیم. وقتی که ادعا می شود روایت صحیح و سند، خب باید سندش رو باید نگاه کرد، بررسی سندی بشه. وقتی که ما شروع کردیم این روایات، یعنی در مقابل بررسی سندی میبینیم که هیچ بودن، حتی یک روایت از این روایات به پای صحت نرسیدند. الان در واقع شترمرغی در آوردن. بله گفتند که بابا 40 حدیث هست، شما 40 حدیث رو چگونه میخواید رد بکنید؟ 40 حدیث ولو اینکه ضعیف باشه اینها متواتر هستند. 40 حدیث وقتی که جمع شد یعنی متواتر و تواتر نیازی به بررسی سندی ندارد، پس بنابراین کل این کار شما از اون بیخوبان اشتباه هست. خب ما الان اومدیم روی بحث تواتر گذشتیم، قبول کردید شما که روایت صحیح و سند ندارید. خب یه مرحله دیگر الان ادعای تواتر کردید. این ادعای تواتر من قبلا در هفته گذشته از کتاب الرعایه که خود شیعه نوشته شهید ثانیشون، من حدیث متواتر رو تعریفش رو عرض کردم خدمت بینندگان عزیز و شروط تواتر رو که به چه گونه یک حدیث میتواند حدیث متواتر باشد. بعد از این که این حدیث متواتر شد الان یک بحث دیگری هست که قطعی آور هست، یقین آور هست، یا اینکه نیازی بررسی سندی دارد یا ندارد. اما ابتدا خود تواتر بودنش، متواتر بودنش باید ثابت بشود. این یک مطلب. و این 40 روایتی رو که ذکر کرده بودند آقایون که من قبلا در جلسات گذشته تقریبا شاید یک و نیم سال گذشته اونا رو بررسی کردیم، 40 روایتی بود که در کتاب بحار الانوار ایشون جمع کرده بود و عرض کردم از کتاب‌های معروف شیعه مانند اکمال، مانند غیبه توسی یا غیبه نعمانی، از این کتاب‌ها جمع کرده بودن. اینها رو ما بررسی سندی کردیم و اعتراف خود علمای شیعه رو نقل کردیم از کتاب‌هاشون مستند آقای آیت الله محسنی رو که گفته بودن این روایات غیر معتبر هست، نگفتن ضعیف هستن، غیر معتبر هستن. هیچ کدام از روایات این باب، یعنی این 40 روایت یا اندکی مثلا کمتر که هستند، اینها روایات معتبر نیستند. خب این روایت رو ما کاملا بررسی کردیم و این 40 روایتی که ادعا می شود وقتی که 40 روایت شدند یعنی متواتر، من هفته گذشته از همین 40 روایت 40 تا تضاد رو بیان کردم، 40 تا دروغ را، 40 تا تناقض را. با کدام عقل، با کدام معیار علمی وقتی که 40 حدیث در اونها 40 تناقض حداقل باشد، کدام انسان عاقل چنین روایتی رو قبول می کند؟ اگر 40 دروغگو یک مطلبی رو دروغی رو گفته باشند و در تفصیلاتش همه اینها دروغ گفته باشند، معلوم میشد یک ریگی به کفششون در واقع هست. و عرض کردم که این 40 روایت دلیل بر تواتر نیستند، بلکه دلیل بر دروغ بودن، دلیل بر تناقض هست و دلیل بر دروغ بودن و ساختگی بودن این مطلب هست به صورت کلی. این در مرحله اول بود. گفتم یا اول بیاید تواتر رو ثابت بکنید بنابر تعریفی که خود علمای شما دارند، بنابر تعریفی که خود علمای شیعه دارن تواتر رو ثابت بکنن. من در هفته گذشته چندین نفر از بزرگان شیعه را و شیعیان واقفی را من ذکر کردم که از دیدگاه خود آقایون هم مورد ثقه بودند، اعتماد بودند. اینها کتاب نوشته بودند برای اثبات مهدی بودن موسی کاظم. درست. چندین نفر بودند که حداقل 4-5 نفرشون ثقه بودند که در این زمینه کتاب نوشته بودند. غیر از اینها خود شیخ طوسی در کتاب الغیبه خودش 41 روایت رو من نمایش دادم، اینجا یک به یک شمردم که این روایت رو آورده بود مبنی بر این که مهدی آخرالزمان موسی کاظم هست. یعنی این که به تعبیر آقایون در اینجا دیگه به تواتر رسیده.
وقتی که به تواتر رسیده نیازی به بررسی سندی به قول آقایون نداره. خب سوال من این بود که اول شما بیاید این تواتر رو ثابت بکنید. ادعا کردید که روایات مهدی متواتر هست، بنابر تعبیر خودتون در کتاب‌های حدیثی و علم درایه که نوشتید متواتر رو تعریف کردید، بیایید این روایات رو با این تعریف تطبیق بدید که مشخص باشه. درست. دقیقاً مشخص بکنید. و چون این چیزی عرض کردم که امکان پذیر نیست با توجه به حیرتی که بعد از هر امامی به وجود می آمد، بعد از در واقع اختلاف و افتراقی که بعد از هر امامی به وجود می آمد و در هر زمانی بعد از هر امام دیگر اکثر شیعه، یعنی اکثر قریب به اتفاقشون معتقد به یک امام دیگر بودند غیر از امام شیعیان اثناعشریه. بعد از وفات هر امامی شیعیان اون امام تقسیم به چند گروه می شدند. اقلیت معتقد به امام بعدی بودند که امروزه به عنوان ائمه اثنا عشر مطرح است، وگرنه اکثر مردم معتقد به یک امام دیگر بودند. حتی بعد از امام حسن عسکری وقتی که ایشون فوت کردند 13-14 فرقه شدن شیعه. فقط یک فرقه معتقد به این بودند که محمد ابن حسن عسکری امام مهدی هست. غیبت کرده. فقط یک فرقه، نه در اصل امامتش غیبتش این مسئله بعدی هست، فقط یک فرقه از 14 فرقه شیعه بعد از حسن عسکری معتقد بر این بودند که امام بعدی محمد ابن حسن عسکری هست، یا همین امام حجت یا قائم، هر کسی که اسمش رو بگذاریم. یعنی چیزی تقریبا در حدود 6-7% شیعه معتقد به امامت محمد ابن حسن بودند، باقی مانده معتقد نبودند. در هر زمانی بعد از هر امامی این اتفاق می افتاد که اکثریت شیعه معتقد به امام بعدی نبودند، یک امامی غیر از ائمه اثنا عشر رو انتخاب کرده بودند. سوال من این بود که شما بیایید از نظر علمی و اصول حدیث یا از نظر تاریخی این تواتر رو برای ما ثابت بکنید که فکر نمی کنم اگر 1000 سال دیگر هم شما زحمت بکشید بتوانید چنین تواتری رو ثابت بکنید. این مرحله اول بود. غیر از این عرض کردم که آمدیم ما تنازل دادیم به شما، یک ارفاقی به شما کردیم. بله ما قبول داریم، بالفرض که این رو قبول بکنیم که در یک جایی 40 روایت باشن نیازی به بررسی سندی نیست، یعنی اون قضیه دیگه تمام شده هست و حرفی روش نیست. خب من 40 روایت آوردم مبنی بر مهدی بودن امام کاظم و خود شیخ طوسی شما این روایات را با همین روشی که بنده در اینجا مطرح کردم من بررسی سندی میکردم، اما شیخ طوسی بررسی سندی هم نکرده، فقط میگفت این خبر واحد هست. خب یکی نیست که به ایشون بگوید که آقا وقتی که چندین خبر واحد یک جا جمع بشن، وقتی که یقین آور باشه به حد تواتر میرسه. اما ایشون اومده بود اکثر این روایات را به خاطر اینکه نمیدونم خبر واحد از اینها را رد کرده بود. غیر از این شما گفته بودند که 1000 و اندی روایت در مورد مهدی هست. 1000 و اندی روایت در کتاب‌های شما در مورد تحریف قرآن هست. اگر واقعا 1000 روایت بودن به این معنی هست که هیچ گونه شک و شبهه‌ای در اینها نیست، پس بنابراین تحریف قرآن هم نزد شیعه نباید هیچ گونه جای شک و تردیدی در اون باشد. با توجه به این که تعداد زیادی که به حد تواتر میرسند در اصول کافی و در غیر اصول کافی تصریح کردند بر این که قرآن این گونه نازل شده، یعنی جای هیچ گونه تفسیر و جای هیچ گونه تعویلی در واقع ندارد، تصریح شده به نزول قرآن به برخلاف اون چیزی که امروزه در اختیار مسلمانان هست. هر کدوم از این دو راهی رو که شیعه بپذیرند ما حاضر هستیم که با اونها گام به گام برویم. اگر با اصول علمی میخوان پیش بروند، خب این اصول علمی هست، با این اصول علمی ما پیش میریم، بیایند و این تواتر را ثابت بکنند. اگر صرفاً با ادعا هست، باز ما قبول داریم با شما گام به گام میایم. همون گونه که شما ادعا میکنید که 40 روایت در مورد اثبات مهدی هست، 40 روایت رو در واقع طوسی آورده، دیگران آوردن برای اثبات این که مهدی آخر زمانی نیست و اون مهدی محمد ابن حسن در واقع نیست بلکه امام موسی کاظم هست و همچنین روایت دیگری که در این زمینه وجود دارد. هر کدوم راه برایشون آسان‌تر بود، برایشون خفیفتر بود، ضررش کمتر بود، ما حاضر هستیم که با اونها در واقع وارد اون میدان بشویم. اما تازه نوری طبسی که حدود 2000 بیش از 2000 حدیث رو در یک کتاب جمع کرده در اثبات تعریف قرآن کریم، فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، تقریبا قریب به 1200 روایت رو در اینجا جمع کردن
وقتی که 1200 روایت هستند، اگر واقعا مبنای آقایون این هست که در مقابلش یعنی کثرت روایت اگر مبنای متواتر بودن باشه بس دیگه حرفی در تحریف بودن قرآن نیست. یعنی شیعه باید بالاتفاق معتقد به این باشند که این قرآن اصلی نیست و دستکاری شده. من عرض کردم هر کدوم از این روش هایشون رو قبول بکنند ما قبول داریم اینو. اگر واقعا با اصول علمی میرند میخوان متواتر رو تعریف بکنند و تطبیقش بکنند بر روایت مهدی، ما حاضر هستیم با اونها گام به گام خواهیم رفت. اگر نه فقط کثرت این تبلیغات رو که 40 روایت هست، نمیدونم 30 روایت هست، فلانی چند روایت آورده، اگر اینو قبول دارن ما حاضر هستیم که با روایات شیعه مانند روایاتی که تصریح بر تحریف قرآن دارد یا روایاتی که تصریح دارد بر این که محمد ابن حسن عسکری مهدی موعود نیست یا این که مهدی های غیر از مهدی شیعیان اثنا عشری رو ثابت کرده، حاضر هستیم که این روایات رو بیایم با هم دیگر بررسی بکنیم. من عرض کردم که روایاتی رو که آقای مجلسی در کتاب خود جمع کرده بود، من حداقل 40 تا تناقض را در میان اینها بیان کردم. شما بیایید از همین 40 روایتی که آقای طوسی در کتاب خودش آورده بود و به بهانه اینا که خبر واحد هستند و ظنی هستند اینها رو رد کرده بود، بیاید تناقض‌هاشو بشمارید ببینیم تناقضات کدوم بیشتر هست. تناقضات در مورد مهدی در هیچ مسئله از مسائل و از جزئیات زندگی مهدی در میان شیعه اتفاق نظری وجود ندارد، نه در مورد اصل مهدویت و نه در مورد ذات و فردی که باید مهدی باشد و نه در مورد کیفیت ولادت و بزرگ شدن و ظهور و غیبت و تمام اینها. در هیچ موردی شیعه اتفاق نظر ندارند، بلکه تناقض در تناقض، تضاد در تضاد و اختلاف و افتراق چیزی بیش نیست. و هیچ انسان عاقلی گمان نمی کنم که چنین مطلبی را حاضر باشد که قبول بکند. اما این ادعایشون که وقتی که حدیث متواتر شد نیازی به بررسی سندی ندارد، خب یک مبحث علمی هست و ما اینو در چارچوب علمی خدمت بینندگان عزیز بررسی خواهیم کرد تا اینکه حقیقت و واقعیت برای بینندگان واضح و آشکار بشه. بله، جزاکم الله خیر. گرچه من یقین دارم که این عقل‌های کوچیک و مغزهای خیلی کوچیک آخوندها خاصتا امثال ابوالقاسمی و اینها این مسائل رو درک نمی‌کنه، اما ما یک تقاضا داریم که در هفته گذشته هم تکرار کردیم بارها این مطلب رو که آقای ابوالقاسمی، آخوندهای شبکه ولایت، یا شترمرغ باشید یا شتر باشید یا مرغ باشید. نمیشه که وقتی که گفتیم بار ببرید میگید که مرغید، اگر گفتیم که تخم بذارید میگید شتریم، در حالی که خودتون شترمرغید. یعنی یکی از این چیزها رو انتخاب بکنید. چطور استاد؟ بسیار خوب. من عرض کردم هر کدوم راه رو قبول بکنن ما حاضریم که با همون دید باشون تعامل بکنیم. بله، یا حدیث متواتر رو قبول بکنید یا بررسی سندی رو قبول بکنید. نمیشه که وقتی که گفتیم حدیث صحیح بیارید 40 تا حدیث میارید، وقتی که خواستیم بررسی سندی بکنیم 30 تا سقمش رو بررسی بکنید میگید که متواتر است. وقتی میگیم حدیث صحیح میگه 40 تا روایته، نمیدونم چند تا روایت، نیاز بررسی سندی نداره. وقتی که متواتر میگه روایات 40 حدیث صحیح و سند آوردیم. درست. یک میان برنامه خیلی کوتاه میبینیم و دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان و بررسی این مطلب که آیا حدیث متواتر نیاز به بررسی سندی دارد یا ندارد. با ما همراه باشید. وصال حق گامی در راستای بیداری. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. موضوع برنامه بررسی حدیث متواتر است که
حضرت حجت الاسلام شترمرغ از شبکه ولایت گیر داده بودن که ولی حالا اگر این 40 تا حدیثی که شما بررسی سندی کردید سندهاش مشکل داره، اینا 40 تا روایت متواتر است. جناب استاد اگر لطف بکنید در مورد شروط حدیث متواتر کمی صحبت بکنیم تا بینندگان در جو برنامه باشن و بعد از اون انشاءالله این کلیپ رو پخش خواهیم کرد و به اشکالاتی که آقای ابوالقاسمی ایراد کرده پاسخ بدیم. به صورت کلی علم حدیث و اصول حدیث یک علومی هست که مجموعاً در واقع صحت روایات رو از رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما تضمین می کند. یعنی با توجه به اصولی که در این زمینه گذاشته شده، اصول بسیار دقیقی هستند، خیلی سخت هستند و بگونی هست وقتی که این اصول را و این قواعد و ضوابط را ما تطبیق بکنیم بر روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده، روایات سره و ناسره و ضعیف و صحیح از همدیگر کاملا جدا خواهند شد و ما یقین 100% پیدا میکنیم که این روایت صحیحی هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو در واقع فرمودن. قبل از این من که به بحث متواتر بپردازم، شروط راوی رو از دیدگاه اهل سنت و الجماعت که کدام راوی از دیدگاه اهل سنت و الجماعت معتبر هست، روایتش قابل قبول هست و هر راوی رو نمیشد به اون اعتماد کرد. به صورت یک اصل و یک مبنا هست در عقیده و در اصول حدیثی اهل سنت و الجماعت. کتاب تدریب الراوی که یکی از معروف ترین کتاب‌هایی هست که در علم حدیث هست، تدریب الراوی دوستان نمایش بدن. تدریب الراوی فی شرح تقریب نووی هست و مال حافظ سیوطی رحمت الله علیه هست و این جزء اول این کتاب هست و تحقیق ابو معاذ و طارق ابن عوض الله این کتاب هست. در این کتاب شروط افرادی رو که روایتشون قابل قبول هست به صورت یک اصلی در نزد اهل سنت و الجماعت، اگر این شروط رو داشتند و این معیارها رو داشتند، روایتشون قابل قبول هست برای ما، وگرنه روایتشون قابل قبول نیست. ایشون در نوع 23 این کتاب صفت من تقبل روایته و ما یتعلق به و خصوصیات کسانی که روایتشون برای ما قابل قبول هست، خصوصیات کسانی که روایتشون برای ما قابل قبول هست و مباحثی که در این زمینه وجود دارد و در اینجا مسائلی وجود دارد. در این مبحث چندین در واقع در این باب و در این نوع چندین بحث وجود داره. یکی از این بحث این است که اجمع الجماهیر من ائمه الحدیث و الفقه، جمهور امامان و ائمه حدیث و فقه بر این اجماع نظر دارند، دیدگاه متفق و یگانه و متحدی دارند بر این که انه یشترط فیه ان یکون عدلا ضابطا به ان یکون مسلما، که شرط قرار دادن در راوی این که باید عادل باشد، ضابط باشد، به ان یکون مسلما. عادل بودن و ضابط بودنش به چه معنی هست؟ به این معنی که ان یکون مسلما، باید مسلمان باشد، بالغ باشد، عاقل باشد، سلیما من اسباب الفسق و خوارم المروءه، و سالم از اسباب فسق باشد و جوانمرد باشد، یعنی اون مواردی که تضاد داره با جوانمردی اونها رو نداشته باشد، متیقظا بیدار باشد، حافظا ان حدث من حفظه، حافظ باشد اگر روایت رو از حفظ و یاد خودش نقل میکند، ضابطا لکتابه ان حدث منه، کتابش رو خوب پخته باشد اگر از کتاب خودش نقل میکند، عالما بما یحیل المعنى ان روا به، اگر روایت بالمعنا می کند باید بداند که چه الفاظی معنای اون روایت رو عوض می کند. اینجا توضیح داده کاملا این مسئله رو در شرحش. و فیه مسائل احداها اجمع الجماهیر من ائمه الحدیث والفقه على انه یشترط فیه ای من یحتج بروايته، اون کسانی که روایتشون قابل احتجاج هست و پذیرفته می شود شرط هست که ان یکون عدلا ضابطا لما یرویه، و فسر العدل بان یکون مسلما بالغا عاقلا. عادل یعنی چی؟ به این گونه که مسلمان باشد، بالغ باشد و عاقل باشد. فلا یقبل کافر و مجنون
مطبق بالاجماع، روایت کافر و دیوانه‌ای که 100% دیوانگیش مطبق باشد بالاجماع قبول کرده نمی شود. این پس بنابراین به عنوان یک اصلی هست در اینجا این ذکر کرده که روایت در زمانی معتبر هست برای ما قابل قبول هست که راویش عادل باشد. عادل بودن به چی معنی هست؟ که این که مسلمان باشد، بالغ باشد و عاقل باشد. در اینجا هم نووی و هم سیوطی در این تاکید کردن بر این که این یک اجماع هست، یک اجماع در نزد عقیده اهل سنت و الجماعت است. وقتی ما میگیم اجماع هست که روایت کافر پذیرفته نمی شود، یعنی به هیچ عنوان، یعنی هیچ کسی نگفته که روایت کافر معتبر هست. در هیچ جایی از کتب محدثین و در علم درایه و علم حدیث نیومده که روایت کافر قابل قبول هست یا روایت کافر صحیح است، بلکه برعکسش اجماع علمای محدثین و فقها بر این است که روایت کافر قابل قبول نیست، ولو اینکه زیاد باشند، ولو اینکه 1000 کافر بیایند برای ما یک مطلبی رو نقل بکنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین و چنان فرمودند، برای ما هیچ گونه ارزشی رو ندارد. با روایات کافر وقتی که یک کافر معتبر نیست، 2 کافر معتبر نیست، 3 کافر معتبر نیست، مگر میشود که مجموع اینها معتبر باشند؟ در بحث ما بحث در واقع عادی نیست. بحث این نیست که در خیابان یک اتفاقی افتاده. بله در خیابان یک اتفاقی افتاده باشه، آدم ولو اینکه یهودی باشند، نصرانی باشند، کافر باشند، قابل قبول است حرفشون. اما بحث ما در مورد علم حدیث هست. در علم حدیث و در روایت حدیث، روایت کافر نه یک نفرش معتبر هست و نه 2 نفرش و نه 1000 نفرش هم در اینجا معتبر نیست، زیرا که به اجماع محدثین روایت کافر از اصل و بیخش کاملا مردود هست. و مثالش این آقایونی که ادعا میکنند که ولو اینکه راویان مثلا کافر باشه، من اینو توضیح خواهم داد که چه روایاتی قابل جبران هست، چه روایاتی وقتی که ضعیف باشند قابل جبران هستند. مثالش دقیقاً مانند این میمونه که فرض کنیم که 40 تا، من عذر میخوام از بینندگان عزیز، 40 تا فرض کنیم لوله فاضلاب باشه، هر یک از یک خونه بیرون میاد. وقتی که اینا بره در یک شاه لوله جمع بشه، مثلا تبدیل بشه به آب نوشیدنی و آب نمیدونم که قابل شرب باشه، کدوم عاقل چون این حرفی رو قبول میکنه؟ 1000 تا هم که باشند، بله این گونه هست دیگه، 1000 تا هم که باشند ماهیتش عوض نمی کند. وقتی که ما گفتیم که روایت کافر تحت هیچ شرایطی روایت حدیثیش قابل قبول نیست، ولو اینکه 40 تا باشند، ولو اینکه 1000 تا باشند، روایت حدیث از اونها قابل قبول نیست. در این یک بحث جداگانه هست که اگر یک بحثی فرض کنیم یک صحابی در حالت کفر یک روایتی رو شنیده باشد، اما در حالت اسلام اینو بازگو میکند، این قابل قبوله، یک بحث جداگانه هست. اما روایتی که راویش کافر باشد، یعنی در حالت ادای روایت کافر باشد، این روایت بالاتفاق همان گونه که نووی و سیوطی گفتند اجماع وجود دارد که چون این روایتی قابل اعتبار در واقع نیست. این مطلب در مورد کسانی که روایتشون قبول میشه، گرچه در این زمینه مباحث خیلی گسترده از هر یکی از این نکته هایی که بود یک بحث مفصلی در این هست، اما من به خاطر اینکه بحثی مقدار سبکتر باشه وارد جزئیات نمیشم. خب این بحث یعنی به عنوان یک اصل متفق علیه و یک قاعده مسلم نزد محدثین این است که روایت کافر به هیچ عنوان قابل قبول نیست. این یک مطلب. خب بعد از این میریم روی بحث تواتر از دیدگاه اهل سنت و الجماعت. من در هفته گذشته تواتر رو از دیدگاه شیعه تعریف کردم، از کتاب‌های شیعه برای شما نمایش دادم. امروز میخوام که به صورت این که در واقع که دیدگاه و یک نظر کاملی رو شما نسبت به متواتر داشته باشید، مختصرا اینو تعریف میکنن و شروطش رو. در این کتاب شرح نخبة الفکر هست، شرح نخبة الفکر فی مصطلح اهل الاثر، که این آقا اینو نخبة الفکر میخوندند که اشتباه از اسم کتاب رو درست نخوندن، مال حافظ ابن حجر عسقلانی است، اصل کتاب نخبة الفکر. در اینجا اومده به آیت الله ما یفعلی و شاگردانش گیر ندید، برای فتح و کسر زیاد مهم نیست.
ایشون حدیث رو تعریف کردن، حدیث متواتر رو: الخبر اما ان یکون له طرق بلا عدد معین او مع حصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد. میگوید روایت یا اینکه طرق کثیری دارد، یک روایت طرق خیلی زیادی رو دارد، البته بدون تعیین یک عدد، یا به اندازه محصور باشند این عددش و به دو یا به هر دو مورد، او به واحد به یکی، به ما فوق الاثنين او بهما او به واحد. بعد از این توضیح میدهد که مراد از طرق اسانید هست و نکاتی هم در اینجا آورده که فالاول الذي لا حصر لطرقه یسمى الخبر المتواتر. اون روایتی که روایاتش و طرقش زیاد هستند، حصری را ندارند، یسمى الخبر المتواتر، به اون خبر متواتر گفته میشه. و در اینجا میگوید که فالاول المتواتر المفید للعلم اليقینی، خبر متواتر مفید علم یقینی هست. در اینجا میگوید به شروطی، این خبر متواتر مفید علم یقینی هست با شروطی که در این زمینه وجود دارد. شارح کتاب میگوید که ذکر الحافظ ابن حجر رحمه الله 4 شروط، 4 تا شرط رو در اینجا در واقع ذکر کرده و زاد علیها خامسا فی کلامه للحکم علی الخبر بالتواتر، و یک شرط دیگری هم اضافه کرده برای این که ما بتونیم یک خبری رو بگوییم که متواتر است. شرط اول این است که ان یرویه عدد کثیر، که این روایت را یک گروه خیلی زیادی در واقع روایت بکنند. این شرط اول هست. توضیحات مفصلی در این زمینه داره که چقدر باشند با چه کیفیتی. شرط دوم ان یستحیل فی العاده تواطؤهم علی الكذب، این که عادتا اتفاق اونها، تبانی اونها بر دروغگویی امکان پذیر نباشد، محال باشد که اینها همه همدست شده باشند برای دروغ گفتن. این شرط دومش هست. و شرط الثالث، شرط سومش ان یقع ذلك فی کل طبقات الاسناد، در تمام طبقه های سند این کثرت وجود داشته باشد. یعنی در هر مرحله ای که از زمان و از رواتی که اینو نقل میکنند، راویان باید به حد تواتر برسند. ان یقع ذلك فی کل طبقات الاسناد. و شرط چهارم ان یکون مستند و اجتماعهم الحس، که مستندشون و سند و پشتوانه این اجماعشون چی باشد؟ حس باشد. یعنی یک دلیل عقلی نباشد، مانند سمعنا او رأینا او شاهدنا، مثلا همه بگن ما شنیده ایم یا ما دیده ایم یا مشاهده کردیم، این گونه باشد. یعنی این گونه نباشد که ما از یک دلیل عقلی به این نتیجه رسیدیم، بلکه یک دلیل مشاهدی باشد، دیده باشند یا شنیده باشند. و شرط پنجمی را هم که در اینجا حافظ اضافه کرده این است که این خبر در واقع مفید علم باشه برای سامع خوده. پس بنابراین در دیدگاه اهل سنت و الجماعت خبر متواتر چندین شرط دارد. اولا این که این عدد کثیری اینو روایت کرده باشند. دوم این که تواطؤ اونها از بر دروغ گفتن و تبانی امکان پذیر نباشد. و شرط سوم این که در تمام ادوار سند، یعنی در تمام مرحله های سند، این کثرت طرق وجود داشته باشند. و مرحله چهارم این که این روایت مستندش حس باشد، یعنی شنیده باشند یا این که در واقع دیده باشند. اگر همه اتفاق نظر داشته باشند که ما شنیدیم یا دیدیم، قابل قبول است. اما اگر روی یک نوع صغرا و کبرای منطقی باشه و استنتاج عقلانی باشه، باز همین در واقع به عنوان متواتر قابل قبول نیست. این یک مختصری هست در مورد تعریف و شروط متواتر از دیدگاه اهل سنت و الجماعت، که عین همین شروط رو در کتاب خودشی هم که در هفته گذشته من ذکر کردم در اونجا هم اومده بود. در این زمینه چون اختلافی رو ندارن. حتما باید عدد کثیری روایت بکند اون مطلب رو، و این که احتمال دروغگویی کم باشد، احتمال تبانی وجود نداشته باشد، و در تمام طبقات سند این هم وجود داشته باشد. حتی دلیل حس رو و شرط حس رو هم برخی از علمای شیعه هم ذکر کردن. پس بنابراین این تعریف تواتر است. با این تعریف اگر شیعه بخواد برای اثبات مهدی روایاتی رو بیاورد، ما حرفی در این زمینه نداریم. بله جناب استاد، خیلی ذکر میکنم متواتر لفظی، متواتر معنوی. اگر در این مورد خیلی مختصر اگر بخوام. متواتر بر دو قسم تقسیم میشه: متواتر لفظی و متواتر معنوی. متواتر لفظی یعنی یک جمله هست که خود این جمله از افراد خیلی زیادی نقل شده. یعنی خود لفظش، جمله و عبارت لفظ همون حدیث. به طور مثال مانند حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. لفظ این حدیث اکثر کتاب‌هایی که مثال میآورند برای تواتر لفظی، لفظ این حدیث است که در تمام روایات با این لفظ اومده.
خب این تواتر لفظی هست، یعنی این حدیث جملهش اتفاق رو جمله وجود اتفاق داره. روی جمله وجود دارد. در هر طبقه‌ای، در هر مرحله و زمانی افراد خیلی زیادی اینو روایت کردند که ما 100% یقین داریم که این جمله رو با همین جملات و با همین ترتیب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند. این تواتر لفظی هست. تواتر معنی یعنی این که امر کلیش ثابت هست. به طور مثال تواتری که در مورد رفع یدین هست، بلند کردن دسته ها در هنگام دعا. در هنگام دعا این به تواتر رسیده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام دعا دسته ها را بلند می‌کردند. یعنی ثابت شده که زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا می‌کردن در چندین مورد به اندازه تواتر ذکر شده که دعا می‌کردن، وقت دعا دست‌ها را بلند می‌کردن، اما در آحاد اینها اتفاق نظری وجود ندارد. به طور مثال یکی از جاهایی که مثلا دست‌ها را بلند می‌کردن در صلات استسقا بود، دست‌ها را بلند کردن، اما خود صلات استسقا روایات متواتری که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حادثه استسقا و دعای طلب باران دست‌ها را بلند کردن، خود این مورد به اتفاق نرسیده، به تواتر نرسیده، بلکه بلند کردن دست به تواتر رسیده در جاهای مختلف و متعددی، نه در یک جا. آحادشون در واقع ثابت نیست، به حد تواتر نرسیدن، اما به صورت مجموعی بلند کردن دست از رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت متواتر ثابت هست و این تواتر تواتر معنوی هست. تواتر معنوی یعنی مفهومش متواتر هست، مفهوم کلی متواتر هست اما لفظش متواتر نیست، خود اون حادثه به تواتر نقل نشده. مفهوم کلی این مطلب در واقع متواتر است، اما تواتر لفظی اونی هست که خود جمله متواتر هست و 100% و یقینی هست. جزاکم الله خیر. جناب استاد، من تو این برنامه کمی میان برنامه بیشتر میگیرم چون بحثا خیلی سنگین است، شاید بینندگان خسته بشن کسانی که پای تلویزیون نشستن. یک میان برنامه میبینیم و بعد از اون انشالله برمیگردیم و با کلیپ جناب حجت الاسلام شترمرغ خواهیم بود تا ببینیم که این شنا بالاخره شتر میشه یا مرغ میشه. یکی از این دو تا رو باید قبول بکنم. بنده احمد عزیز افغان از تورنتو از کانادا زنگ زدیم. من مریم هستم از فرانسه. امیر حسین هستم از بلژیک. من از شهر جرمنی گپ میزنم. من از سوئد زنگ میزنم، ایرانیم. من خواهر شما هستم، از اروپا و شما زحمت دادم. سلام علیکم، بنده عباس هستم از انگلستان مدام حضورتون میشم. جناب آقای انصاری. من محمد هستم از لندن. یه فاطمه از آلت شما زحمت داریم. بله از هلند. نوررحمن هستم از اوکراین با تماس هستم. من رحیم هستم از ترکیه. فعلا در استرالیا در شهر سیدنی می باشم. من محمد از لبنان زنگ میزنم. من مادر محمد از کردستان عراق. عبدالله هستم از آذربایجان. انا یوسف من لهواز. هاشمی هستم از ایران تماس میگیرم جناب انصاری. من بیخی هستم از دبی زنگ میزنم. ما از بحرین زنگ میزنم. مادر محمود اسم الله. آقای انصاری از افغانستان مزاحم میشم. سلام هستم از تاجیکستان. من بلالم از کشور قزاقستان. محمد فاروقی از هندوستان. من حسین هستم از روسیه. امام زمان شکسته بند. فرمود بکم یجبر المحیض، استخون که میشکنه از برکت مهدی میجوشه، و یشفی المریض، مریض که میشی از برکت مهدی شفا پیدا میکنی. به یمنه روز قلورا این نون و پنیر که میخوری از برکت وجود مقدس و نفس مولا امام زمان است. تاریخ گواه است که تمامی انسانها در گذر زمان و در مسیر زندگی با حوادث و اتفاقات فراوانی دست و پنجه نرم کردند. عده‌ای کشته شدند و تعداد دیگر
زخمی گشته‌اند و در نهایت بیماری‌های مختلف همه را به کام مرگ کشانده است. در این میان انبیا و اولیای الهی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و جان سالم به در نبردند، یا بر اثر بیماری از دنیا رفتند و یا بر اثر زخم و جراحتی به شهادت رسیدند. شهادت انبیایی چون زکریا و یحیی و بسیاری از پیامبران بنی اسرائیل و یا بیماری‌های چندین ساله برخی از انبیا به مانند ایوب نبی علیهم السلام نشان از این حقیقت دارد که شفا دهنده بیماری‌ها فقط الله متعال است و بس، و اوست که روزی می‌دهد و هر وقت که بخواهد آن را قطع می‌نماید. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. آن ذاتی که مرا آفریده است و هم او مرا هدایت می کند، آن پروردگاری که مرا غذا می دهد و آشامیدنی می نوشاند و چون بیمار شوم اوست که مرا شفا می دهد. اما این آخوند مدعی است که استخوان شکسته به برکت مهدی می جوشد. فرمود بکم یجبر المحیض، استخون که میشکنه از برکت مهدی میجوشه. حال باید از این آخوند رافضی پرسید اگر استخوان شکسته به برکت مهدی می جوشد، در هنگام ضربت خوردن سر علی رضی الله عنه این برکت کجا بود تا زخم سر ایشان را بجوشاند، و یا چرا برکت خود علی رضی الله عنه به کمک زخم سرش نیامد تا آن را درمان کند، و یا چرا این برکت ها به کمک 10,000 مجروح و جانباز ایرانی جنگ عراق نرسید تا جامعه ایرانی امروز این همه جانباز و معلول نداشته باشد. و یشفی المریض، مریض که میشی از برکت مهدی شفا پیدا میکنی. به یمنه روز قلورا این نون و پنیر که میخوری از برکت وجود مقدس و نفس مولا امام زمان است. مگر تا دیروز همین جانبازان و معلولین سربازان گمنام امام زمان به شمار نمی رفتند؟ پس چرا این امام زمان ارتوپد شما فکری به حال جوش خوردن استخوان زندگی این معلولین و جانبازان فداکار خود نمی کند؟ و یا شایدم با بالا رفتن قیمت دلار و پایین آمدن ارزش تومان برکت ایشانم ته کشیده و ارزش خود را از دست داده است، و به همین علت نان و پنیری که از صدقه سر ایشان نصیب منتظرین حضرت میشد گران شده و به مثل خود ایشان نایاب گشته است. اما حقیقت آن است که هدف از ذکر این عقاید ساختگی و دروغین به برده گرفتن شیعیان به بهانه نیابت از غایب همیشه غایب است تا به این ترتیب بازار ثروت‌اندوزی و شهوترانی آخوند همیشه پر رونق باشد و مردم از معارف قرآنی غافل بمانند. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. و اگر الله زیانی به تو برساند هیچ کس جز او نمیتواند آن را برطرف گرداند، و اگر خیری در حق تو بخواهد هیچ کس نمیتواند فضلش را از تو برگرداند. آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد
میرساند و او آمرزنده و مهربان است. وقتی انسانی نمیتواند مالک نفع و ضرری برای خود باشد، چگونه میتواند مالک نفع و ضرری برای دیگران باشد؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. به طور قطع کسانی که جز الله می‌خوانید و عبادتشان می‌کنید بندگانی مانند خود شما هستند. پس اگر راست میگویید آنان را بخوانید و آنان هم شما را اجابت کنند. آقا یک حرفی بزنید که حداقل دیوانه ها به شما نخندن. یک مطلبی بگید که حتی اون زن بچه شما به ریش شما تو خونه نخندن. حالا شیعه هیچی، سنی هیچی. یعنی طوری اینها دارن برخورد میکنن، به قول معروف میگن مرغ پخته هم بر اینها میخنده. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز گرامی، عزیز و گرامی میبخشید. این احمد آقا گیج میکنه گاهی اوقات کارگردان برنامه، گفت مستقیم میریم رو سر شما دیگه. من امیدوارم که تا این لحظه از بحثایی که مطرح شد در این برنامه خسته نشده باشید. حالا لذتش که به یک طرف. جناب استاد اگر بریم رو کلیپ آقای شترمرغ بفرمایید. احمد جان میتونی تصویر رو پخش بکنی؟ آماده ای؟ بسم الله. یعنی یه مرحله قبل از علم اسناده. شما چون یقین دارید دیگه اصلا به سند کار نداری. خب میگه خیلی واضحه. اما آقایون وهابی وقتی شیعه بهشون زنگ میزنن یا این متواتره، میگه نه نگاه کنید شما در متواتر باید یکی یکی روایت‌ها بررسی بشه. اگر همش صحیح بود، یک صحیح بود، اون موقع میشه چی؟ میشه متواتر. کلیپ بعدی با هم دیگه ببینیم که تماس یکی از بیننده با اونهاست. کلیپ شماره 207 رو اگر کارگردان عزیز برنامه جناب آقای کیا لطف بکنن آماده بکنن با هم ببینیم. تماس یکی از شیعیان عزیز و گرامی گرفتن با اینها، ببینید پاسخی که میدن نسبت به این سوالشون چه هست. کلیپ شماره 207. من میخواستم عرض کنم که کل ادعاهای شما با این جمله‌ای که میخوام بگم کاملا خراب میشه و این روایت این جمله این هستش که روایت متواتر برخلاف ادعای کارشناس شما اصلا نیازی نیست که بررسی سندی بشه و این اجماع علمای شیعه، علمای سنی در بحث رجال هست. اصلا روایتی که بگن متواتره اصلا یعنی روایات متواتر اصلا نیازی به بررسی سندی نداره. میشه لطف کنید بفرمایید علمای شیعه در کجا اینو گفتن؟ و کمی بلندتر صحبت کنید. بله. متواتر لا یبحث عن رجاله. اصلا حدیث متواتر بحث رجالی دربارش نمیشه. آیا انصاری در کجا گفته اینو؟ میشه من عرض بکنم خدمت بیننده گرامی. یک لحظه جناب استاد، صدای ایشون ضعیفه. عزیزم صداتون ضعیفه. یه کمی الان تا آخر بردم بالا، هنوزم صدای شما ضعیفه. کمی بلندتر صحبت بکنید و گوش کنید که جناب استاد از شما چی میپرسن. خب این مطلب رو که
که حدیث متواتر اصلا نیازی به بررسی سندیش نیست رو آقای ملا علی قاری در جلد 1 صفحه 186 آورده. عزیزم ملا علی قاری سنی هست یا شیعه است؟ سنی ها بود دیگه. عزیزم شما چرا هی میخواید همه چیزتون رو از پیش اهل سنت ثابت بکنید؟ من اینو جوابشو دریافت خواهید کرد. در کجای کتب شیعه گفته که حدیث متواتر نیاز به بررسی سندی نداره؟ الان از شیعه میگم. بفرمایید. اجازه میدید من از شیعه هم بگم؟ بفرمایید. در کتب شیعه آقای محمد تقی رازی در جلد 3 از کتاب هدایت مسترشدینش در صفحه 451 همین مطلب رو آورده و گفته اصلا روایتی که ادعای تواترش شده باشه نیازی به بررسی سندیش نیست، مثل عالم اهل سنت که اینو گفته باشه. بفرمایید از بخونید این مطلب رو، نص مطلب رو از این کتاب بخونید. شما اصلا یک عالم سنی و شیعه که گفته آقا محمد رضای عزیز بخونید، نص روایت رو بخونید عزیزم. نص روایت رو بخونید. شما چرا عیب میخواید سعی بکنید که از طریق اهل سنت ثابت بکنید مذهبتون رو؟ همین آقای محمد تقی رازی که من بله این آقای محمد تقی رازی رو مطلبش رو بخونید از کتابش. از کتاب شیعه برای شما بخونم که گفتن روایت متواتر رو نیازی بین مطلب انشاءالله میپردازیم مطلبی که ایشون نقل کردن که بررسی حدیث متواتر. یک لحظه آقای محمد رضا، آقای محمد، خب مطلب شما رو گرفتیم، جناب استاد پاسخ میدن. نزد اهل سنت و الجماعت وقتی که اثبات شد که یک حکمی در واقع متواتر هست، یک حدیث متواتر هست، این ثابت شد نزد اهل سنت که متواتر هست، بله نیازی به بررسی سند نداره، زیرا که این حکم دادن به تواتر یک حدیثی این حکم نهایی هست، بالاترین حکم بر صحت یک روایت هست. اهل سنت و الجماعت اومدن روایت رو بررسی کردن یکی یکی، وقتی که دیدن این روایت خیلی زیاد هست، یعنی علی رغم صحتشون و خیلی زیاد هست، گفتن حدیث متواتر هست. وقتی گفتن حدیث متواتر هست یعنی بعد از ثبوت تواترش نیازی به بررسی سند دیگه نداره که شما برید دنبال سندش. منتها اونگونه که نقل میکنه که نمیدونم مولا علی قاری گفت. دوستان عزیز اگر که متوجه شده باشن همین قسمت هایی که تصویر میلرزه و صدا یک مرتبه عوض میشه، این قسمت هایی است که اینا اومدن و کلیپ رو قطع و برید کردن تا اون طوری برای بیننده بفهمانن که یعنی یک حرف هایی زده شده در حالی که مطلب چیز دیگری است. لطفا دقت بکنید در این قسمت. وقتی که دیدن این روایت خیلی زیاد هست، یعنی علی رغم صحتشون و خیلی زیاد هست، گفتن حدیث متواتر هست. وقتی گفتن حدیث متواتر هست یعنی بعد از ثبوت تواترش نیازی به بررسی سند دیگه نداره که شما برید دنبال سندش. منتها اونگونه که نقل میکنه که نمیدونم مولا علی قاری گفت منتها، اما این منتها اینجا قطع شده، همانگونه از جای دیگر آوردن به این چسبوندن. گفته هر کسی دیگر گفته باشه. ما و روایت خودمون بررسی کردیم، تک تک اون روایت وقتی که صحتشون ثابت شد، کثرت طرقشون ثابت شد، میگیم روایت متواتر است. بعد از ثبوت تواترش نیازی به بررسی سندی دیگر ندارد. اما هیچ یکی از اهل سنت و الجماعت نگفته که اگر طرق زیادی باشند و همه ضعیف باشند این در واقع حکمش به حکم تواتر باشه، چون این چیزی در میان ما وجود نداره. و شما وقتی که ما حکم میکنیم که این حدیث متواتر هست، یعنی این که ما معتقد هستیم که این روایت در بالاترین درجه صحت قرار داره، نه تنها صحیح است بلکه در بالاترین درجه صحت هست. خب شما بررسی یعنی حکم متواتر بودن اینجا هم کات کرده بودن قسمتی رو، اون چی که باب دلشون بوده اون رو آوردن، این رو دوباره متوجه بشید. روایت در بالاترین درجه صحت قرار داره، نه تنها صحیح است بلکه در بالاترین درجه صحت هست. خب شما بررسی یعنی حکم متواتر بودن بدون بررسی طرق اصلا امکان پذیر نیست. قبل از این باید تمام روایات بررسی بشه، تمام طرق بررسی بشه، بعد از این ما میتونیم حکم تواتر رو ثابت بکنیم. و وقتی هم حکمی ثابت شد که فلان روایت متواتری هست، یعنی فراتر از یعنی خبر واحد صحیح است. خب بینندگان عزیز ملاحظه فرمودید واقعا چه کار دارن میکنن استاد ابوالقاسم اینا با این مباحث؟ خب یعنی اینا مثلا یه قاعده برای خودشون درست کردن، طبق اون قاعده خودشون شروع کردن. یه چند ماه داریم برنامه میره، 2 ماه درس داریم برنامه میره، هیچ الکی
جناب آقای شترمرغ 2-3 ماه نیست، تقریبا بیش از 2-3 سال شده که ما داریم این برنامه رو میریم. شما ببینید اینایی که این کلیپ ها رو براتون ضبط میکنن، حالا روشون نمیشه، خجالت میکشن که بگن که تو شبکه خودشون رصد میکنن. تو دانشگاه کسی بهش ایشون گفته که تو فلان شبکه فلان مطلبی هست و بعدن این کلیپ ها هم ایشون از دانشگاه آوردن به شما دادن. و البته من امیدوار هستم که همون بیننده‌ای که تو دانشگاه برایشون خیلی عزیز هست و بنابر حرف اون بیننده اومدند و این مطالب را جواب دادند، من از اون بیننده اگر صدای ما رو میشنوند درخواست دارم که یک بار دیگر بروند پیش آقای ابوالقاسمی و روی خودشون رو بندازن جلویشون که ایشون بیاند این برنامه گذشته ما را و این برنامه رو هم پاسخ بدن تا اینکه حرف در واقع کامل بشه و نتیجه کاملا مشخص بشه. بله، جزاکم الله خیر. من یک نکته دیگه اشاره بکنم، اینجا این لوگو رو که میپوشانن و بعضی چهره رو میپوشانن، یاد همون فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم به سیدنا عمر میفتم که ای عمر، شیطان راهی که تو انتخاب میکنی، شیطان از روبرو شدن با تو فرار میکنه. اینا حتی جرئت ندارن که لوگو شبکه رو نشون بدن و البته بینندگان الحمدلله همه میدونن که این برنامه در چه شبکه‌ای پخش میشه و آبرویی برای شما نمونده جناب شترمرغ. من در عرض الان 3 دقیقه برای شما 40 آدرس از علمای اهل سنت میخونم که میگن متواتر رو کافر هم نقل بکند متواتر است. اصلا بررسی سندی نمیخواد. اینا میگن چی؟ اول بعد صحتش ثابت بشه، بعد اینا رو کنار هم دیگه میذاریم میشه چی؟ میشه متواتر. نه آقا، دیدیم میگن متواتر به خاطر تعداد زیادش آدم یقین میکنه، اصلا نیاز به بررسی سندی نیست. من اول از همه از شرح صحیح مسلم برای شما بیارم. نووی دیگه معروف ترین کتاب شرح صحیح مسلم، از صحیح المسلم. تا اینجا شما صحبتایی دارید، انشاءالله بعد از این بقیه رو کلیپ رو میبینیم. بله، حرفی رو که در این کلیپ از بنده گرفته بودن در چند نقطه اینو من خلاصه میکنم خدمت بیننده. حرفی رو که من زدم دقیقاً حرف محدثین و اصول حدیث اهل سنت و الجماعت هست. برخلاف ادعایی که ایشون میگویند که اینا اومدن یک اصلی رو برای خودشون درست کردن، این اصل ما نیست. اصل اهل سنت و الجماعت عموما هست. تمام اهل سنت و الجماعت بر این اتفاق نظر دارن. من عرض کرده بودم که البته ایشون که از اون مقطعی که شما پخش کردید هفته گذشته پخش کرده بودیم، یک کلیپی رو از یک از شبکه‌های اهل سنت و الجماعت گرفته بودن و دخیل علی علم الاسناد و ایشون گفته بودن یک مرحله قبل از علم اسناد، یعنی کاملا مطلب رو وارونه جلد و تواتر یک مرحله بعد از علم اسناده. این اول سند بررسی میشه، طرق بررسی میشن که چندین هستن. شما از کجا میفهمید که این روایت رو به طور مثال 50 نفر روایت کردن؟ چطور میدونی که از این 50 نفر دیگر روایت کردن؟ از کجا پیدا میکنی که از اون 50 نفر دیگر روایت کردن؟ بدون بررسی طرق شما میخواید چگونه اونها رو در واقع حکم تواتر رو بدید؟ متواتر این که در هر مرحله از این مراحل یک جمع کثیری باید این روایت بکنن. تا زمانی که شما مطمئن نباشید که اینا جمع کثیری هستند در تمام این مرحله، چگونه میگید که متواتر هست؟ پس بنابراین متواتر یک مرحله بعد از بررسی اسناد هست، نه یک مرحله قبل از بررسی اسناد. بعد از این که سندش کثیر بود، سندهای زیادی رو ما مطمئن شدیم که سندهای زیادی داره، بعد از این ما میگیم که متواتر مطمئن میشیم. یعنی اول مطمئن میشیم بعد میشماریم چند تا سند داره. این از نظر عقلی همجور در نمیاد. در صورت اون مطلب ایشون رو اشتباه ترجمه کرده بودند، هم در کلیپی که نوشته بودند و هم ایشون خودشون داره اشتباه ترجمه میکند. این یک مبحث کاملا جداگانه هست. و مطلب دیگر این که خودشون هم گفته بودند، همون کلیپی که قبلا پخش کردن از این عالم اهل سنت و الجماعت، اونم گفته بود و در این مراجعی که خودش هم نشون میده در اینا هم هست. حتی در این کلام نووی رحمت الله علیه همین وجود داره که بحث متواتر اساساً جزء بحث سند و اسناد نیست. بحث متواتر جزء بحث سند و محدثین به هیچ عنوان نیست. دخیل علی علم الاسناد، بلکه یک علم طفیلی هست که هیچ ربطی به بحث محدثین در واقع ندارد. منتها این حرفی رو که ایشون گفتند که حرفای من این گونه بود که اول باید طرق بررسی بشه، بعد از آن متواتر ثابت میشه. طرق باید بررسی بشه،
یعنی تک تک این طریقا بررسی بشه، ما بفهمیم کدوم طریق صحیح هست و کدوم طریق در واقع صحیح نیست، یعنی صحت این طرق برای ما مشخص باشه. بعد از اون ما حکم متواتر رو میدیم، هم صحتشون ثابت باشه و هم کثرتشون، هم صحت روایات و هم کثرت روایات. الان اگر 100% همه طرق صحیح نبودن اشکالی نداره، اما برای اثبات صحت حتما باید چندین طریق صحیح باشند. این گونه من در اون کلیپ هم عرض کردم که این گونه متواتری که تمام آحادش ضعیف باشند، ما چنین متواتری رو نداریم که 100 تا حدیث ضعیف یک جا جمع بشوند یک حدیث متواتر. چون این چیزی به صورت کلی وجود نداره. باز هم این یک تحدی هست که من از ایشون میپرسم بیارند یک حدیثی رو نزد اهل سنت و الجماعت که تمام طرقش ضعیف باشند و باز هم متواتر باشه، چون این چیزی امکان پذیر نیست. پس بنابراین بحث سندی اول باید بشود، بعد از این که طرق بررسی شد، بعد از این ما متوجه میشیم که بله این روایت معتبر هست. بدون این که بحث طرق بررسی بشن امکان ندارد که ما به بحث متواتر برسیم و تواترش در واقع ثابت بشه. و تواتری رو که تمام طرقش ضعیف باشن، چون این چیزی هم به صورت کلی امکان نداره، با وجودی رو نداره که اینو من خدمت بینندگان عزیز توضیح خواهم داد. البته من معذرت میخوام که این بحث یک بحث یعنی کاملا تخصصی هست، شاید برای عوام بینندگان عزیز چندان یعنی رغبتی نداشته باشند و خوشایند نباشه. اما من مطمئن هستم که افرادی که اهل تحقیق هستند، از طلاب و دانشجوها و کسانی که اهل علم و تحقیق هستند، من مطمئن هستم که از این بحث انشالله بهره کافی رو خواهند برد. و چون که یک بحث اساسی هست، همیشه آقایون مطرح میکنند که متواتر نیاز به بررسی سندی ندارد، ما مجبور هستیم که این بحث رو با همین گونه که هست، هرچند من سعی میکنم ساده تر بشوند، اما دیگه بحث علمی هست، از این بیشتر دیگه ساده نخواهد شد. جناب استاد اگر اجازه بدید همون قسمتی که اشتباه ترجمه کرده بودن، شاید بعضی بینندگان ندیده باشن، همون قسمت رو فقط نشون بدم. البته به شرطی که ان شاء الله وقت زیاد نمیگیره. ان شاء الله وقت زیاد نمیگیره. احمد جان نشون بدید لطفا اینو. قطعا قاله رسول الله ولن ننظر بقى في صحة اسناد ولا في غيره. طب اذا خد في ما دخل هذا في علم الاسناد؟ لما هو مش جاي، هو اصلا في الواقع داخل على علم الاسناد. بل اونجا میگه که دخیل علی علم الاسناد، اینجا ترجمه کرده، قسمت رو نگاه کنید، اصلا یک مرحله قبل از علم اسناد است. حالا بالفرض بگیم که اینجا اشتباه شده، در ترجمه اینا اشتباه کردن، اما ببینید که خودش هم این حرف رو میگه. حداقل تو برنامه زندگیشون بشینن این مقدار. میگه دخیل علی علم الاسناد یعنی چی؟ یعنی یه مرحله قبل از علم اسناده. شما چون یقین دارید دیگه اصلا به سند کار نداری. بله. خب من نظر اهل سنت و الجماعت رو در این زمینه، همین حرفایی رو که بنده در اون کلیپی که پخش کرده بودن عرض کردم، همین حرفا رو از روی کتب اهل سنت و الجماعت دقیقاً من خدمت شما عرض میکنم. کتابی رو که قبلا نمایش دادم، کتاب شرح نخبة الفکر فی مصطلح اهل الاثر هست و حافظ ابن حجر عسقلانی این کتاب رو نوشتن، نخبة الفکر رو، و شرح ابو معاذ هست، تاریخ ابن عوض الله ابن محمد هست. دوستان اگر نمایش بدن این کتاب رو، قبلا هم نمایش دادید. و در این کتاب در صفحه 52 این کتاب بحثی رو در اینجا آورده درباره حدیث متواتر و فیها المقبول و المردود، روایات مقبول و مردود در واقع وجود داره. یعنی الاحاد، این آحاد یعنی روایات خبر واحد، هم مقبول و مردود در اونها هست. اما الحدیث المتواتر فهو صحیح بلا تردد، حدیث متواتر بدون شک صحیح است. یعنی متواتری که ضعیف باشد یا آحادش هم ضعیف باشند اصلا از نظر علمی امکان پذیر نیست. بل هو مقطوع بصحته، صحتش قطعی 100% هست. فهو یفید العلم الیقینی، این مفید علم یقینی هست. شما اطمینان حاصل میکنید که چون این مطلبی اتفاق افتاده، چون این روایتی از رسول الله صلی الله علیه وسلم عملا نقل شده و ایشان فرمودن. ولهذا فهو لیس من مباحث علم الحدیث، این مبحث اساسا جز مباحث علم حدیث نیست، اصلا کاری به علم حدیث نداره. علم حدیث و علم سند بررسی سندی هست برای این که ما به این نتیجه برسیم که این روایت صحیح هست یا صحیح نیست.
آیا این روایت می شود از اون استشهاد کرد، از اون استناد کرد، یا استناد نمی شود که کرد؟ می‌فرماید این از علم حدیث نیست، این بحث متواتر از علم حدیث نیست. لتحققنا من صحت خبره و صدق مخبره، زیرا که ما این خبر رو کاملا یعنی مطمئن شدیم که چنین هست. فلا شأن لنا برواته ولا بروایته، این خبر عامیانه‌ای که بحث متواتر هست این نیازی به بررسی روات و روایت نداره. اما بحث عامیانه که مثلا به طور مثال در سر خیابان تصادفی شده، 100 نفر گفتن تصادف شده، ما نمیگیم فلانی کی گفته، چند نفر بودن، این افراد نمیگیم تک تک بررسی بکنیم ببینیم که خبر راست اینا. وقتی که تعداد زیادی گفتند ما در واقع یقین آور هست. اما در بحث متواتر، در بحث حدیثی، یک بحث کاملا جداگانه است و خود متواتر اساساً جزء بحث‌های حدیثی نیست. فجميع مباحث علوم الحديث تنصب على خبر الآحاد فحسب، بحث‌های حدیثی همش در رابطه با خبر آحاد هست، کاری به خبر متواتر نداریم. چیزی که در اینجا برای من مهم هست این تنبیهات مهمه، دو تا هشدار میده در اینجا و در واقع میگه که باید متوجه باشیم به این نقطه. نقطه اول این که لا يفهم من هذا أن الحديث الذي كثرت طرقه تغني كثرتها عن النظر في أسانيده وأحوال رواته. میگه این بحث متواتری که من گفتم که اصلا کاری به علم حدیث ندارد، این بحث معنیش این نیست. از این شما نفهمید که وقتی که یک حدیثی طرقش زیاد باشند پس بنابراین نیازی به نگاه و بررسی سندی و احوال روات نداره. معنی این حرف که متواتر یقین آور هست معنیش این نیست که وقتی که یک حدیثی رو با طرق کثیر با سندهای مختلف و متفاوتی نقل شد، معنیش این نیست که الان دیگه ما نیازی به بررسی سندی نداره. این بحث در اینجا کاملا مشخصه. الذی کثرت طرقه تغنی کثرتها عن النظر فی اسانیده و احوال روات، این گونه نیست. از این شما این مطلب رو نفهمید وقتی که حدیثی با طرق زیادی روایت شد پس بنابراین نیازی به نگاه کردن در سند و بررسی سند و رجال نباشد. میگه لا، این مطلب درست نیست که وقتی که طرق زیاد شدند پس بنابراین نیازی به بررسی سندی نداره. این مطلب اشتباه است. فلا تلازم بین کثرت الطرق و التواتر، همیشه کثرت طرق معنیش تواتر نیست. این گونه نیست که اگر 100 نفر یک مطلبی رو نقل کردند یعنی این که متواتره. تواتر یک شرایط خاص خودش را دارد. فلا تلازم بین کثرت الطرق و التواتر الا ان کثرت الطرق احد شروط التواتر. این مطلب هست که کثرت طرق یکی از شروط متواتر هست، اما هر جا که کثرت طرق وجود داشت الزاما متواتر نیست، شاید شروط دیگر نباشند. کثرت طرق فقط یکی از شروط متواتر است. وقتی که کثرت طرق حاصل شد بقیه شروط رو ما باید بررسی بکنیم ببینیم که آیا می شود این مسئله را یا این روایت رو متواتر خواند یا نه. فهو شرط ضروری ولکنه لیس بکاف، این کثرت طرق شرط ضروری هست اما کافی نیست. فلا بد من تحقیق شروط الاربعه الباقیه، بقیه شروط رو ما باید کاملا اینجا نگاه بکنیم. الباقیه التي سبق الكلام عليها في مبحث التواتر فان تحققت اغنانا تحققها عن النظر في اسانید الحديث لا العكس فتنبه. وقتی که ما متوجه شدیم که این روایت متواتر هست دیگه بعد از این در واقع میگوید که این ما رو به بی‌نیاز میکند از نظر در اسانید حدیث لل عکس و فتنبه. اما این گونه نیست. یعنی وقتی که کثرت طرق بود معنیش این نیست که متواتر هست پس بنابراین ما صرف نظر بکنیم، بلکه برعکسه. وقتی که برای شما ثابت شد که متواتر هست خب در اونجا آحاد طرق رو شما دیگه لازم نیست که بررسی بکنیم. در اینجا میگه فالحاصل مولانا من اینطوری متوجه شدم که یعنی اهل جرح و تعدیل کار خودشون رو انجام میدن به تک تک احادیثی که حالا مجموعه این احادیث میاد برای ما میشه حدیث متواتر. یعنی ما نمیتونیم اونا رو بگیم که نه شما کاری نداشته باشید به رجال و به سند. اونا کار خودشون رو انجام میدن. بله، چون اساساً بحث سندی یک بحثی هست که مخصوص محدثین هست. درست. اون بحثی که متواتر هست یا متواتر نیست اصلا جزء بحث‌های محدثین اساساً نیست.
درست. یعنی محدث نمیآید که این روایت رو نگاه بکند که متواتر هست یا متواتر نیست. ولو اینکه متواتر باشد، وظیفه محدث هست که تاریخ رو باید بررسی سندی بکند تا اینکه صحتش برای محدث ثابت بشه. میگه حاصل این است، پس خلاصه این است که ان تحقیق التواتر یغنی عن النظر فی اسانید الحدیث. وقتی که متواتر بودنش ثابت شد، پس بنابراین نیازی بررسی سندی ندارد. ولا یلزم من هذا ان کثرة الاسانید تغنی تعنی التواتر. معنیش این نیست وقتی که طرق کثیر بودند و سندها زیاد بودند یعنی این حدیث متواتر هست. وذلك أن بعض الباحثين إذا نظر إلى حديث قد روي بعدد كثير من الطرق حكم عليه بأنه متواتر. بعضی از محدثین وقتی که یک روایت رو ببینند که با طرق زیادی روایت شده، حکم میکنند که متواتر است. مع أن أئمة الحديث النقاد حينما ينظرون إلى تلك الأسانيد، اما زمانی که محدثین این سندها رو نگاه میکنند، يتبين لهم أنها معلولة، مشخص میشه که اینا علت داره و یعنی معلول هست، یعنی این که اشکال دارد. و کلها ترجع الى روایت او روایتین او ثلاثه فکیف تکون متواترا. وقتی که ما میخوایم بررسی بکنیم اینها را، میبینیم که تمام اینها برمیگرده به یک نفر یا به دو نفر، همون گونه که این 40 روایت 20 خردهش برمیگرده به آقای صدوق. وقتی که اینجوری باشه دیگه در واقع بحث نمیتواند که حکم تواتر داد. بیانه این در اینجا یک مثالی رو آورده برای حدیث متواتر و خلاصش این است وقتی که یک خبری به صورت کلی برای من نقل میشه که صحابه نقل کردن، ما باید اینو ثابت بکنیم از آحاد این صحابه که آیا این روایت رو در واقع نقل کردن یا اینکه نقل در واقع نکردن. در اینجا بعد از این مطلب این میاره که این نقطه صریح است. دقیقاً همون حرفی است که بنده در برنامه گذشته که ایشون در این کلیپ گرفتند این مطلب است. فعلی هذا، پس بنابراین یجب ان نتحقق من صحت کل روایت عن کل واحد من هؤلاء الصحابه. بالفرض که یک مطلب از چندین صحابی ثابت بشوند، ما دیگه چشم و گوش خودمون نمیبندیم که این مثلا این روایت از 20 نفر صحابی نقل شده پس بنابراین متواتر میگوید. نه، فعلی هذا، بنابراین واجب هست که ما مطمئن بشویم از صحت فرد روایات. خیلی صریحه. یجب ان نتحقق من صحت کل روایت عن کل واحد من هؤلاء الصحابه. بر ما لازم هست که این روایات رو تک این روایات رو ما باید بررسی بکنیم که از تک این صحابه نقل شده یا نقل نشده. این تاریخش رو، سند شما باید تک بررسی بکنیم تا اینکه به این نتیجه برسیم. لنتحقق هل روى هؤلاء هذا الحديث عن رسول الله صلی الله علیه و سلم فعلا، آیا عملا این صحابه این روایت رو از رسول الله نقل کردند گفتند یا نه؟ ام انه نسب الیهم ولم یصح عنهم، یا شاید مثلا نسبت داده شده که این صحابه چنین کردن گفتن و این رو نسبت دروغینی باشه در صورتی که صحابه چنین چیزی رو در واقع نگفته باشند. اما اذا اردنا تحقیق التواتر بالنسبه الى طبقه بخصوصها، این تواتر یک نسبی رو بیان میکنه که در یک طبقه وقتی که ما نگاه میکنیم، یعنی در این مراحل سند که چندین سند هستند، اگر ما میخواستیم که در یک مرحله تواتر رو نگاه بکنیم ولو اینکه در مراحل دیگر تواتر نباشد، در این مرحله ما باید نگاه بکنیم که چند نفر این روایت رو نقل کردند. شاید در طرق قبلیش، یعنی در سند قبل از این و بعد از این متواتر نباشه، تواتر نسبی هست، یعنی فقط در یک مقطع زمانی در واقع به تواتر رسیده باشد. اعنی لابد ان تصح كل الاسانید التي رویت بها هذه الروايه، یعنی این که لازم هست که تمام سندهای این روایت صحیح باشه. یعنی لابد ان تصح كل الاسانید، لازم هست که تمام روایات باید چیکار باشن؟ سند این تمام این روایات ثابت باشه. اعنی لابد ان تصح کل الاسانید، تمام این سندها تک تکشون باید صحیح باشه. التي رویت بها هذه الروایه، که این روایت رو که نقل کردن. الى طبقه التي تواترت فيها، تا اینکه به اون طبقه مورد نظر برسیم که ادعای تواتر شده. او الى الصحابی الذي يدعى ان الخبر متواتر عنهم، این تا اینکه به این مطلب کاملا ما برسیم که یعنی برای این که این مطمئن باشیم که این حدیث از فلان صحابی نقل شده، تمام این طرق رو ما باید
صورت دقیق یکی باید کاملا بررسی بکنیم. در اینجا یک مثالی رو آورده و در اینجا میفهمه مثلا قد یروى حدیث من طرق عن ابی هریره، یک حدیثی از ابی هریره نقل شده، در کنار این از انس هم نقل شده. در انس وقتی که ما نگاه میکنیم این طرقش رو شاید مثلا به یک حد کثرتی رسیده باشه، اما در مورد حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه چون این کثرتی وجود نداره. پس بنابراین این حدیثی که از زبان از طریق انس متواتر شده نمیگیم که اون حدیث ابو هریره هم متواتر باشه. اینا دو طریق کاملا جداگانه بودن. ولی اینکه لفظش یکی باشه؟ ولی اینکه لفظش یکی باشه. فقط متواتر هست، از یکی متواتر هست. یعنی اون بحث متواتر نسبی هست. متواتر نسبی که فقط در یک مرحله به تواتر رسیده. فرض کن 100 نفر از انس در واقع اینو نقل کرده بودن. خب این 100 نفر در حد تواترن. اما خود انس دیگه چون یک نفر هست حدیث نمیتونه متواتر باشه. بعد از این شاگردان در واقع انس اگر مثلا به حد تواتر نرسیده باشن اونجا هم تواتری نیست، فقط تواتر نسبی هست. فینبغي اولا وقبل الحكم بتواتره عن انس النظر هل صحت هذه الاسانید الى انس ام هي معلوله غیر محفوظه قد يرجع بعضها الى بعض فتؤول الى اسنادين او ثلاثه. وقتی که اینو ما بررسی میکنیم میبینیم که از انس به طور مثال این تمام سندها وقتی ما نگاه میکنیم همشون معلولند، همشون در واقع به تعبیر عامیانه بیمارند، یعنی اشکال سندی دارند. پس بنابراین برمیگرده به 2 نفر یا 3 نفر باشه. او یکون اکثرها من روایت الكذابین والواهین فلا عبرت بروایتها فكانها لم تكن. این روایت متعددی که از یک صحابی نقل شده وقتی ما بررسی بکنیم اگر برای ما ثابت شد تک تک این روایات که در اینجا اومده معلول هستند، یعنی اشکال سندی دارند، پس بنابراین نمیشه که ما حکم بکنیم که این روایت متواتر هست، زیرا که افراد کذابی در این میان وجود داره. فالخلاصه در اینجا یک مطلبی میگه فالخلاصه ان کثرت الطرق والاسانید لا تعني التواتر. کثرت طرق و سند هیچگاه به معنی متواتر نیست. ایشون میگه 40 نفر روایت کردن، 1000 نفر روایت کردن قرآن تحریف شده، این به معنی تواتر نیست. یعنی این که 1000 نفر دروغگو مثلا این حرف رو زده باشه هیچ اونان تواتر نیست. مطلقاً کانه او نسبی، این تواتر مطلق باشه یا تواتر نسبی فقط در یک مرحله سندی باشه. در اینجا یک مثالی رو میزنه که این مثال من از بینندگان عزیز میخوام در این مثال توجه بکنن. اگر این مثال رو فهمیدن ان شاء الله کلی مبحث براشون کاملا واضح میشه. میگه که کأننا جئنا الى حدیث طلب العلم فریضة على كل مسلم. این یک روایت هست، طلب العلم فریضة على كل مسلم. اتفاقا این روایت اینقدر مشهوره و معروفه که حتی افراد عوام هم اینو حفظ کردن. طلب العلم فریضة على كل مسلم و مسلمه. و جالب هست که این روایت، این حدیث از چندین نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، بالغ بر 10 نفر از 10 نفر نقل شده و در هر مرحله طرق خیلی زیادی رو داره. اما به اتفاق محدثین این روایت ضعیفیه. با وجود کثرت طرق، با اینکه از اصحاب زیادی نقل شده و شاگردان اونها به کثرت اینو نقل کردن، اما چون که در تمام سندهایش افراد ضعیفی وجود دارند این حدیث معلول هست، اشکال داره، حتی صحتش هم در واقع ثابت نیست که برسد به تواترش. میگه هذا الحديث حكم عليه بعض المتأخرين بانه متواتر عن رسول الله. به اندازه این زیاد نقل شده که بعضی از متأخرین ادعا کردند که این روایت چیکار هست؟ متواتر هست. بناء على انه قد روی عن نحو 20 صحابی، از حدود 20 نفر صحابی نقل شده. یک حدیث از 20 نفر صحابی نقل شده باشه. و هذا عدد یکفی للحکم بالتواتر. از نظر ظاهری نگاه بکنیم 20 صحابی وقتی که اینجا جمع بشن و همهشون بگن رسول الله فرمودن طلب العلم فریضة علی کل مسلم، یعنی این که این روایت متواتری هست. لا سیما فی طبقه الصحابه، خصوصا در طبقه صحابه که عدالتشون ثابت است. و هذا قد یکون صحیحا، این شاید این اتفاق یعنی این درست باشه، این ادعا شاید درست باشه، لو انه فعلا ثبت ان هؤلاء الصحابه الكرام رووا هذا الحديث عن رسول الله. میگه این ادعای تواتر در اینجا امکان دارد که صحیح باشه، البته در صورتی که ثابت بشود که این صحابه چیکار کردند، این 20 نفر اینو شنیده باشند و نقلش کرده باشند. اما اگر ثابت نشد که اینا شنیدند اون وقت هر بحث تواتری نیست. الا ان الامر بخلاف ذلك، اما این حدیث متواتری نیست، با اینکه 20 نفر اینو نقل کردند و حتی از انس رضی الله تعالی عنه تعداد زیادی اینو نقل کردند و از بقیه صحابه 20 صحابی نقل کردند، از همه این صحابه شاگردانشون به کثرت اینو نقل کردند. فلم يصح عن واحد من هؤلاء الصحابه انه روى هذا الحديث عن رسول الله صلی الله علیه و سلم. هیچ کدوم از این 20 طریق صحیح نیست،
این حدیث نه تنها متواتر نیست، حتی صحتش هم ثابت نیست، با اینکه از 20 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. فالحدیث لم تثبت صحته فضلا عن تواتری. این حدیث حتی صحتش هم ثابت نیست، چه برسه که تواتر ثابت باشه. بل ان انس بن مالک رضی الله عنه و هو احد الصحابه الذين روي عنهم هذا الحديث قد جاء عنه هذا الحديث من نحو 20 طریقا. فقط از حضرت انس که یکی از راویان این حدیث هست که طلب العلم فریضه علی کل مسلم، 20 نفر از شاگردان انس این حدیث رو از انس ذکر کردن. 20 نفر از 20 نفر، 20 نفر صحابی ذکر کردن و از انس تنها 20 نفر نقلش کرده. از بقیه 20 نفر صحابه، 19 نفر صحابه چند نقلش کردن اون دیگه بی حده. و هذا لو صح لحكم بتواتره عن انس. اگر این مطلب صحیح میشد که 20 نفر از شاگردان انس اینو نقل کردن، باید میگفتیم از انس هم متواتره. 20 نفر صحابی وقتی که نقل کردن یعنی متواتر هست از پیامبر. وقتی که 20 نفر از انس نقلش کردن یعنی این که از انس متواتر هست. باز میگه فالحدیث مع ذلك فلا يصح من هذه طرق شيء. اما از این 20 سندی که از انس نقل شده هیچ کدوم از این سندها صحیح نیست. فالحدیث لم يصح عن انس اصلا فضلا ان يتواتر عنه. صحت این حدیث با اینکه از 20 طریق از انس نقل شده هیچ کدوم از اینا صحیح نیستن، چه برسد به اینکه این در واقع روایت متواتری باشه. بخاطر این جالب هست این روایتی رو طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلم از 20 نفر از صحابه نقل شده. فقط وقتی که ما به انس نگاه میکنیم حدود 20 نفر از شاگردان انس از این در واقع نقل کردن، بقیه صحابه رو ما بذاریم کنار. با وجود این حدیث از دیدگاه اهل سنت و الجماعت نه تنها که متواتر نیست بلکه حتی صحیح هم در واقع نیست. به طور مثال اقوال ائمه رو در این زمینه قابل تأمل هست، اقوال محدثین رو ائمه رو. قال الامام احمد لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء. در این باب هیچ چیزی برای ما ثابت نیست. خب 20 صحابی نقلش کرده، فقط از انس 20 نفر نقلش کرده، اما باز هم امام احمد میگه که در این زمینه هیچ چیزی ثابت نیست. معنیش این نیست که وقتی که چند نفر دروغگو و کذاب جمع شده باشند یعنی این که ما چشم و گوش خودمون رو ببندیم و دیانت خودمون رو زیر سوال ببریم، به حرف اونا عمل بکنیم. این گونه نیست. حضرت امام احمد میفرماد لا یثبت عندنا فی هذا الباب شیء. در این زمینه یعنی این حدیث نسبتش به رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ چیزی برای ما ثابت نیست. اسحاق ابن راهوی رحمت الله علیه میگه لم یصح، این روایت صحیح نیست. و اما معناه فصحیح، اما معناش در واقع صحیح است، اما خود این نسبت دادنش به رسول الله سند صحیح ندارد. ابو علی نیشابوری حافظ میگه لم یصح عن النبی صلی الله علیه و سلم فیه اسناد. هیچ کدوم از این سندها خالی از اشکال نیست. و مثل به الحاکم فی معرفت علوم الحدیث و کذا ابن الصلاح علی المشهور بین الناس و لیس بصحیح. این حدیث مثال آوردن برای مشهوری که در میان مردم مشهور هست اما در واقع صحیح نیست. و کذا ضعفه جماعت من المتأخرین. بسیاری از متأخرین این روایت رو چکار کردن؟ ضعیفه. روایتی از 20 نفر صحابی نقل شده، از یک نفر از این صحابه 20 نفر نقلش کردن، باز هم میگه که این روایت ضعیفی هست. روایت ضعیفه. و حسنه بعض المتساهلین. انسان‌های متساهل، محدثین متساهل اینو گفتند که حسن هست، یعنی بازم به درجه صحت نرسیده. و عجبت من تصحیح سیوطی. میگه که من تعجب میکنم که سیوطی اینو چگونه تصحیح کرده، با وجودی که سیوطی در کتاب خودش میگه که ولم اصحح حدیثا لم اسبق لتصحیح سواه. میگه حدیثی رو که دیگران قبلا تصحیح نکردن من اون تصحیح نمیکنم. اما میگه من تعجب میکنم سیوطی چگونه اینو آورده و تصحیح کرده. میگه الحاصل انه لم يصح تواتر هذا الحديث. خلاصه این که تواتر این حدیث ثابت نیست، لانه لم يصح ان هذا الجمع الغفير من الصحابه الكرام رضي الله عنهم قد رووا هذا الحديث وانما جاء عنهم ذلك من طرق لا تقوم بها الحجه. این روایت تمام روایاتی که اومده سندهایی که داره سندهای ضعیفی هستند و قابل احتجاج نیستند. ولهذا تتابع الائمه على تضعيفه كما سلف. همون گونه که دیدی ائمه حدیث به پشت سر هم این روایت رو گفتن روایت ضعیفی است. بل والذین تساهلوا، حتی کسانی که متساهلن در باب حدیث، فیه لم یحکموا له بالتواتر، این حکم به تواتر نکردن. حتی متساهلین حکم به تواتر نکردن. الا من شذ من بعد المتاخرین و صنیعهم هذا يدل دلاله قویه على صحه ما قررناه هنا.
بل من قال ان الذي تواتر انما هو تضعیف نقاط الحدیث لهذا الحدیث کان مصیبا فی قوله. میگه بلکه اگر ما بگیم که این روایت به ضعفش متواتر هست، حرف بیجایی رو نگفتیم. این روایت با این طرق زیادی که داره ضعفش، ضعیف بودنش متواتر هست. می تعبیر خیلی دقیقی هست. یعنی اتفاق نظر بر این است که این روایت در واقع ضعیفه. پس بنابراین این مطلبی که ایشون در اینجا گفته بودن صراحت کامل داره که ما هر روایتی رو، تک تک این روایات رو از تک تک این صحابه باید بررسی سندی بکنیم. بعد از اینکه بررسی سندی کردیم اگر سند صحیحی بود، خب حکم میکنیم که این روایت صحیحی هست. اما اگر تمام طرقش ضعیف بودن مانند طرق این روایت، به هیچ عنوان هیچ انسان عاقلی و هیچ به اصطلاح حتی متساهلین در امر حدیث نگفتند که این روایت متواتری باشه. این یک مطلب. و یک مطلب دیگری که ایشون که همون بیننده که در این کلیپ از خود این آقا هم تکرارش میکنه، این نقطه دیگر هست، میگه کثیر من طلبه العلم بل و ممن ینتسبون الی العلم، بسیاری از طلاب علم و چه بسا و کسانی که منتسب به علم هستند و خود را عالم میدونند، قد لا یفهمون معنی قول الحافظ، معنی قول حافظ ابن حجر رو نفهمیدند که المتواتر لا یبحث عن رجاله. دقیقاً اون حرفی که در این کلیپ بود، این حرف هر کسی نمیفهمه، حتی بعضی از طلاب علم و کسانی که منتسب به علم هستند معنی این حرف رو نمیفهمند. بله. بل یجب العمل به من غیر بحث. این حرف حافظ ابن حجره. میگه و اصرح منه قول شیخ الاسلام ابن تیمیه. صریح تر از این حرف قول ابن تیمیه هست که العلم الحاصل عقیب الخبر تارة یکون لکثرة المخبرین و اذا کثروا فقد یفید خبرهم العلم و ان كانوا کفارا. این مطلب رو هر کسی نمیفهمه که ابن تیمیه همین گفته که اگر زیاد باشن مفید علم هست خبر اونها، خبرشون مفید علم هست گرچه کافر باشن. میگه فهذا كله کلام صحیح لا غبار علیه. این حرف همشون درسته، هیچ غباری بر این نیست، اشکالی ندارد. بید ان الامر کما ذکرنا قد لا یفهم حق الفهم کثیر من الناس. اما بسیاری از مردم این مطلب رو باز هم نمیفهمند. همین حرفی است که من قبلا یعنی در نقطه اولی توضیح داده. وقتی که ما میخوایم یک حرفی رو تواترش رو ثابت بکنیم، ابن حجر گفته که بله المتواتر لا یبحث عن رجاله، بله هیچ اشکالی نداره، متواتر بحث سندی نمی شود. اما شما اول بیا متواتر ثابت بکن، بعد از اون ادعا بکن که نیازی به بررسی سندی نداره. برای اثبات تواتر لازم هست، اون که قبلا گفته بود، تمام این طریق باید چیکار بشوند؟ بررسی بشوند. آحاد و فرد این روایات بررسی بشوند که آیا این نسبت از فرد این صحابه نقل شده یا اینکه نقل نشده. اگر ثابت شد در تمام این طرق افراد ضعیفی وجود داره، متساهلی وجود داره، افراد کذابی وجود داره، به هیچ عنوان این روایت حتی صحیح نیست، نه اینکه به حد تواتر در واقع برسد. جناب استاد مسئله هست در فارسی میگن اول برادری تو ثابت بکن بعد طلب ارث بکن. یعنی علم انساب با علم میراث کلا فرق میکنه. اما این طرف بیاد اول برادریشو ثابت بکنه بعد بیاد طلب ارثیه بکنه، مثل این دقیقاً این گونه هست. اول بیا اون بحث متواتر رو ثابت بکن، تواترش رو، بعد از این بگو که نیازی به بررسی سندی ندارد. و این مطلب رو کاملا توضیح داده. ان كثير من المشتغلين بهذا العلم اذا ما راى خبرا قد جاء من طرق كثيره تبلغ العشرة والعشرين بل قد تفوق ذلك بادر الى الحكم بانه متواتر. این واقعا وصف حال این آقا هست. میگه بسیاری از این مشتغلین به این علم وقتی که یک سندی یک روایتی رو دیدن که با 10 سند با 20 سند نقل شده، فورا میگه آقا این متواتره، 40 روایت هست، متواتر دیگه. این حرفی است که این آقا میگه من غیر ان ینظر فی حال هذه الاسانید، اما بدون اینکه سندها رو نگاه بکند، و تلک الطرق التي وقف علیها، این سندها رو باید نگاه بکند. لتصوری ان المتواتر لا حاجت الى البحث عن احوال الرواتی، تصورش اینه که متواتر نیازی بررسی سندی نداره. اما وقتی که این 20 سند را 30 سند را وقتی نگاه میکنیم میبینی که همشون اشکال در واقع داره و به هیچ عنوان روایتی که ولا اینکه با 10 طریق با 20 طریق نقل شده نمیشود که اون رو در واقع ما بگیم که صحیح هست، چه برسه به بحث تواتر. فیتصور انه لو کثرت طرق الحديث كان هذا کافیا فی اثبات التواتر. وقتی که فکرش گمانش اینه که وقتی که این سندها زیاد شد پس بنابراین کافی است برای اثبات تواتر. فیظن ان الحديث ما دام قد روی عن عدد كثير من الصحابه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ثبت بذلك تواتره وانه لا حاجه الى النظر في رواته. گمان میکنند وقتی که زیاد این نقل شد پس بنابراین نیازی به بررسی سندی نداره.
ندارد. میگه و هذا کما ترى لیس بشیء والامر علی خلاف ذلك. این مطلب درست نیست که بحث حدیث متواتر نیازی بررسی سندی نداشته باشه، زیرا هر روایتی که طرق زیادی داره معنیش این نیست که این روایت متواتر هست. فمراد الائمه من انه لا حاجه الى النظر في رواه الخبر المتواتر، معنی قول ابن حجر یا ابن تیمیه در اینجا چی هست که ان هذا فيما اذا ثبت التواتر فعلا، عملا این تواتر ثابت شده باشه. شما اومدی بررسی سندی کردید، این طرق رو بررسی سندی کردید، گفتند که صحیحه. بعد از این خب نیازی بررسی سندی بیشتر از این آحادش در واقع ندارن، چون که حدیث متواتر است. اما برای اثبات تواتر در مرحله اول شما باید تمام این طرق را بشمارید، صحت و ضعف این طرق را باید شما کاملا در واقع متوجه بشوید. و فی الطبقه الذي صح ان الخبر تواتر فيها لا ما دونها ان هذا فيما اذا ثبت التواتر فعلا، در اون بحثی هست که تواتر عملا ثابت باشه در اون طبقه. و فی الطبقه التي صح ان الخبر تواتر فيها، و در اون مرحله سندی هست که در اون یک مرحله این روایت شاید به درجه صحت رسیده باشه، اما در بقیه زمانها و در بقیه طرق و طبقات حدیث حتما لازم است که شما بررسی سندی رو حتما داشته باشید. و بعد از این اومده که بحث مفصلی و توضیحات دیگری رو داده در نمونه هایی رو برای این، و من نمیدونم که یعنی این مطلب به بیننده عزیز رسید یا نه. خلاصش بکنم، برای اثبات تواتر نیاز به این هست که ما آحاد این طرق رو باید بررسی بکنیم. اگر صحیح بودند میتونیم حکم به تواتر بکنیم، اگر صحیح نبودند با توجه به این که باید به حد تواتر باید برسند، اگر زیاد بودند به حد تواتر رسیده بودند و صحیح بودند میتونیم حکم به تواتر بکنیم. اما اگر کم بودند حکم تواتر نمیشه. اگر ضعیف بودند تمام این طرق مانند طرق طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، با اینکه از چندین 20 نفر صحابی نقل شده و از هر یک از این صحابی چندین نفر اینو نقل کردن، باز هم این در واقع نه تنها که متواتر نمیشه، حتی به اتفاق علما این روایت نمیتواند روایت صحیح قرار بگیره، چه برسه به روایت متواتر. جزاکم الله خیر. جناب استاد اگر اجازه بدید در خدمت شما من درس پس بدم، این رو کمی واضح‌تر خدمت بینندگان بیان کنم. به طور مثال ما در مسجدی نشستیم، امام مسجد میاد یک حدیثی رو بیان میکنه، میگه که این حدیث در ترمذی روایت شده. ما حق داریم که از این امام مسجد بگیم که لطفاً این حدیث رو بررسی سندی بکن، درست است؟ بله. اما اگر گفت که این حدیث یک حدیث متواتر است، آیا بعد از اونم حق داریم بگیم که این حدیث رو بررسی سندی بکن؟ چون که تواترش ثابت شده، علما زحمت کشیدن و بررسی های سندی و همه کارش خوندن. الان ما در منبری داریم این رو میشنویم که این حدیث یک حدیث متواتر ثابت شده است. منظور کلا همین بود. بله، وقتی که ثابت شد که متواتره دیگه بررسی سندی نمیشه دیگه، ولو اینکه بعضی از سندهاش ضعیف باشن. با توجه به اینکه اول علما بررسی کردن. ببین در مرحله اول گفتیم که روایت کافر به هیچ عنوان قابل قبول نیست، و حتی روایت فاسق که برای قبول روایت اساساً چیکار هست؟ عدالت شرطه، و معنی عدالت این است که انسان باید مسلمان باشه، عاقل باشه، بالغ باشه. اگر 100 نفر غیر مسلمان بیان یک روایتی رو نقل بکنن دیگه به هیچ عنوان متواتر نمیشه. 100 نفر فاسق دروغگو بیان یک روایتی رو نقل بکنن به هیچ عنوان متواتر نمیشه. اینها رو اصلا ما حساب نمی‌کنیم در بحث تواتر. درست. حتما باید با طرق صحیح ثابت شده باشد، بعد از اون در واقع می شود ادعای متواتر کرد. و وقتی که تواترش ثابت شد، بعد این یک مرحله دیگر هست. اول تمام این طرق مانند طریق من طلب العلم فریضتون، 20 نفر صحابی اینو نقلش کرده، از 20 نفر صحابی من صدها نفر نقلش کردن، فقط از انس مثلا 20 نفر نقلش کرده. اما به مجرد این که 20 نفر نقلش کرده ما چشم و گوش خودمون نمیبندیم، شاید این 20 نفر دروغگو باشند که از انس نقلش کرده. وقتی که ثابت شد که اینا عادل نیستند و مشکل دارند، به هیچ عنوان ما روی این افراد دین خودمون رو در واقع مبتنی نمی کنیم. بحث این که ما در یک مسئله، در یک قضاوتی، در یک حرف عامیانه، خب بحث دین نیست، اما بحث حدیث بحث دینی هست، مستند ما در شریعت هست. وقتی که اصل دلیل ثابت نشده باشه، ما چگونه ما میخوایم که یک حکمی رو بر اون در واقع مبتنی بکنیم و استنباط بکنیم. جزاکم الله خیر. یک سوالی برای خود من پیش اومده که قضیه تواتر رو کی میخواد اینو تشخیص بده؟ آیا محدثین؟
که این حدیث متواتر است. ببین برای متواتر چی هست؟ همین که شما میگیم متواتر هست یعنی این که با توجه به تعریف متواتر که من قبلا عرض کردم، تواتر یعنی این که جمع کثیری از جمع کثیری رو نقل کرده باشند در تمام طبقات سند. یعنی بحث تواتر وقتی که شما حکم میکنید بر یک حدیثی که این حدیث متواتر هست، یعنی شما دارید ادعا میکنید که این حدیث سندهای خیلی زیادی رو داره. خب برای این که ثابت بشه که این سندهای خیلی زیاد داره، راهش چی هست؟ راهش این است که هر یک از این سندها رو شما بررسی بکنید. شاید وقتی که شما اومدید بررسی کردید این 20 تا سند 100 تا سند ما میبینیم که همش برمیگرده به یک نفر، پس بنابراین حدیث متواتر نیست. به طور مثلا حدیثی که از انما الاعمال بالنیات، حدیثی هست که هزاران نفر اینو روایت کردن، اما همه برمیگرده به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. در اونجا جز روایات غریب هست، جز روایات غریب که فقط به هیچ عنوان نمیشه متواتر. یعنی کثرت طرق بعد از این مرحله به هیچ عنوان نمیشود حکم بکنیم این روایت متواتره، چون که در یک مرحله رسیده که فقط 2 تا راوی داشته و بعد از اون فقط حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بوده که فقط تنها راوی این روایت هست. پس بنابراین ما باید این طرق رو بررسی بکنیم. شاید این 1000 طریقی گفته میشد همش منتهی میشن به یک نفر، به 2 نفر، به 3 نفر منتهی میشن، پس بنابراین نمیتونیم حکم تواتر بکنیم. شاید تمام این روایاتی که ذکر شده، این سندهایی که ذکر شده، شاید همه اینا خالی از ضعف نیست. باز این یک مبحث دیگری رو در واقع به میان میاره که آیا حدیث ضعیف، یعنی چند تا حدیث ضعیف یک جا جمع بشن، آیا تبدیل به حدیث صحیح میشن؟ این خودش یک سواله. آیا چندین حدیث صحیح، فرض کنید 10 تا حدیث ضعیف، 20 تا حدیث ضعیف، آیا وقتی که اینجا جمع بشن معنیش این است که این دیگه در واقع صحیح میشه؟ اینها میتونه هم دیگه رو تقویت بکنن، به درجه صحت برسونن؟ چون این چیزی در نزد فقها نیست، بلکه این یک نوع تفصیلی دارد. این به صورت یک قاعده کلی و یک اصل کلی قابل قبول نیست. چند تا حدیث ضعیف وقتی که جمع بشن به هیچ عنوان تبدیل به یک حدیث صحیح نمیشن. این یک تفصیلی داره کدوم ضعف باشه، ضعفش چی باشه که یک حدیث ضعیف دیگه رو در واقع تقویت بکنیم. پس بنابراین برای اثبات تواتر در مرحله اول لازم است که تمام این طریق‌ها باید بررسی بشن. چند نفر از چند نفر اینو روایت کرده، بنابر اون چیزی که در این کتاب من عرض کردم که فرد فرد و تک تک این سندها باید بررسی بشه که صحیح هستن یا اینکه در واقع صحیح نیستن. اگر همه اونها از افراد غیر مسلمانی نقل شدن، از افراد غیر عادلی نقل شدن، از افراد دروغگویی نقل شدن، پس در این صورت به هیچ عنوان حتی حکم صحتش رو نمیتونیم ثابت بکنیم، چه برسه به حکم متواتر بودنش. آیا کسی از علما مثلا کتابی تالیف کردن در جمع آوری احادیث متواتر؟ کتابی که یعنی به صورت کامی یعنی بحث تواتر رو، یعنی خودش سلسله احادیث صحیح ضعیف است، متفق علیه ضعیف است، اما به صورت کلی بحث متواتر به اندازه نیست که دربارش کتاب بنویسن. یعنی اومدن یک قاعده کلی رو گفتن ما هر حدیثی رو که مثلا ادعا بشه که متواتر است، این قاعده رو براش میسنجیم این حدیث رو طبق این قاعده، اگر این شروط رو داشت میگیم حدیث متواتر است. جالب اینجاست که در میان تمام روایاتی که نقل شده حتی بسیار از علما اصلا اینو تکذیب میکنند که اصلا حدیث متواتر نداریم عملا. یعنی حدیثی که تمام این شروط دقیقاً برش قابل تطبیق باشه چون این روایتی نیست. تنها حدیثی که اکثر علما اینو مثال میزنن همین حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار و خیلی کم هست، نه اینکه وجود نداره، اما اون روایتی که این تطبیق بشه خصوصا تواتر لفظی بسیار قلیل و اندک هست. و مثلا ما وقتی که احادیث رو مطالعه میکنیم، احادیث اهل سنت طبعا شیعه که ندارن این چیزا رو، مثلا نوشته این با تحسین مثلا آلبانی، با تصحیح مثلا ترمیزی، با تضعیف فلان عالم. در بحث حدیث متواتر اینو نداریم که یک حدیث رو بیارن بعد بگن که مثلا اینو گفت فلانی گفته این متواتر است. چرا از محدثین؟ چرا روایتی هست که بعضی از محدثین این ادعای تواتر کردن، اونگونه که در این کتاب بسیاری از محدثین که خصوصا کسانی که زیاد یعنی خبره نیستن در این فن، شاید مثلا یک حدیث رو صرفا به خاطر کثرت طرقش بن چیکار بکنن، بگن که این روایت متواتره. اما این روایت این تواتر شاید تواتر نسبی باشه. تواتر نسبی این که در یک مرحله زمانی این به تواتر رسیده، معنیش این نیست که در تمام طبقات سند این در واقع به تواتر رسیده باشه. جزاکم الله خیر جناب استاد. یک میان برنامه ببینیم و دوباره برگردیم خدمت شما. با ما باشید، ان شاءالله بعد از میان برنامه ادامه بحث رو با هم خواهیم شنید.
امام زمان قاتل و آدمکش. وقتی امام زمان میاد دستور اجرا میشه، داره امام زمان از قاتلین اونقدر میکشه که یکی صدا میزنه، روایت ها نمیدونم شنیدید یا نه، یکی صدا میزنه آقا چقدر میکشی؟ حضرت نمیدونم از کجاها دارن دیگه، اینا عنده مواریث الانبیا، هرچی از گذشته ها بوده پیش امام زمانه، در میاره کفش خونی امام حسینو، میفرماد هرچی بکشم به اندازه خونی که رو این نعل نشسته نمیشه. هر کی به افعال باباهاش راضی بوده به خون امام زمان، به شمشیر امام زمان خونش رو زمین میریزه. تو بعضی از روایتش داره نه به این خون، به اندازه این کفش نمیشه. امامان اهل بیت همیشه از اصحاب خود شکایت داشتند و حتی آنان را مورد لعنت قرار داده و از آنان بیزاری جستند، چرا که اصحابشان آنان را مورد آزار قرار داده و به ایشان بدی و خیانت می‌کردند، حال آنکه اظهار می‌داشتند که شیعه آنان هستند. علی رضی الله عنه از ایشان چنین شکایت می‌کند: آنان در سخن و کردار خود وفا و پیمانی ندارند و در اختلاف و تفرقه هستند. به ما میگویند قلوبشان با ماست، اما شمشیرهایشان علیه ما کشیده شده است. این حال یاران علی رضی الله عنه در زمانشان بود و به سبب لعن ایشان سلسله پیمان شکنی و خیانت در میان آخوندان شیعه نه تنها تا به امروز بلکه تا روز قیامت نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین هنگامی که امام زمانشان می آید شروع به کشتن علما و آخوندان شیعه می کند و انتقام جدش را از ایشان می گیرد. بشنوید که آیت الله مجتهدی تهرانی پرده از این حقیقت برداشته و می گوید امام زمان اینقدر از آخوندها می کشد که نهر خون جاری می شود. اینجا میشه، اما انشاءالله قبل از اینکه آخوند اینجا گرواتی بشن حضرت مهدی علیه السلام انشاءالله تشریف میاره ریشه همه‌شون میزنه، اینقدر میکشه از آخوندا که نهر آخوند جاری میشه. روایت داره حضرت مهدی علیه السلام تشریف داره اینقدر از ماها میکشه شما که دیگه حساب نداره آخوند اینقدر میکشه تا خون جاری میشه. روایت داره از بچگی ما این واعظام شنیدیم نشدید؟ این پیرمرده یادش حرفای منو، چون اینا قدیمیان، اینا که من میگم از واعظای قدیم شنیدن روایت خودم هم دیدم که اینقدر نهر خون جاری میشه. از آسیاب میگن از خون علما. آها باید دانست که چرا امام زمان شیعه علما و آخوندهای این مذهب را از دم تیغ شمشیرش میگذراند. امام جعفر صادق رحمه الله سبب این کشتار را بیان کرده و می‌فرماید: ما انزل الله سبحانه آیة فی المنافقین الا وهی فی من ینتحل التشیع. الله پاک هیچ آیه‌ای درباره منافقین نازل نفرموده است مگر آنکه بر پیروان تشیع تطبیق می‌خورد. در روایت دیگری می‌فرماید: لو قام قائمنا بدأ بكذابی شیعتنا فقتلهم. هرگاه قائم ما ظهور کند از دروغگویان شیعه ما شروع کرده آنها را به قتل میرساند.
با سلامی دوباره خدمت شما عزیزان. لحظات پایانی برنامه است. ما سعی می‌کنیم که این دقایقی که از این کلیپ مونده رو انشالله در این برنامه پخش بکنیم و کلا این فایل رو ببندیم. جناب استاد بسم الله. احمد جان. الصحیح المسلم للامام ابی الحسین مسلم ابن حجاج نیشابوری جلد اول. تو هم مقدمش که در علم رجال رو یاد میده، میاد صحبت میکنه راجع به اقسام الخبر. خبر دو جوره، متواتر و خبر واحد. متواتر اونقدر زیاد نقل میشه که دیگه ممکن نیست دروغ گفته باشند. تبانی وکیل دیگه من یک مسئله رو توضیح بدم قبل از اینکه کلام این آقایان پخش بشه. تمام حرفایی که ایشون میخوند از این کتاب‌ها و تمام کتاب‌هایی که نشون میدن، اولا این که یعنی تصریح کردن کسانی من جمله امام نووی که این بحث اصولی ها هست. درست. یعنی توجه بکنید در این کتاب‌هایی که مثلا چندی کتاب رو میاره نشون میده، اکثر این کتاب‌ها کتاب‌های اصولی هست و کتاب‌های فقهی هست. در کتاب‌های اصولی بحث تواتر هست. قبلا عرض کردیم حتی در خود کلیپ هم اومده که بحث تواتر هیچ ارتباطی به بحث سند و محدثین اساسا ندارد. این بحث مال اصولی ها هست. خب در کتاب اصولی فعلا میاد و اقوال اصولی ها به هیچ عنوان برای محدثین سند نیست. اگر 1000 نفر اصول فقه بگن آقا متواتر نیازی بررسی سندی ندارد، این برای محدثین قابل قبول نیست. این یک مطلب، این از کتاب‌های اصول ذکر می‌کنند یا از کتاب‌های فقهی ذکر می‌کنه. بسیار از این کتاب‌هایی که اینجا نقل می‌کند کتاب‌های فقها هستند. بحثی که در بحث یعنی کتاب‌های فقهی هست بحث شهادت هست، نه بحث تواتر. بحث شهادت هست، یعنی عدالت شاهد. یک فردی میره پیش دادگاه مثلا شهادت میدهد، آیا این عادل هست؟ شهادتش قبول میشود یا قبول نمیشود؟ ایشون به دروغ شاهد را به راوی ترجمه میکنه که خواهیم دید انشاءالله. یعنی بحث‌های شهادت در باب قضاوت رو آورده، تطبیق کرده اینها رو بر روی باب روایت. اصلا چه ارتباطی هست؟ اصلا کتاب‌های اصول فقه و کتاب‌های فقهی هیچ ارتباطی با علم حدیث ندارند. اگر تمام کتاب‌های اصولی، اصول فقه و تمام در واقع اصولی‌ها و فقها اتفاق نظر داشته باشند بر این که تواتر بررسی سندی نمی‌شود، این برای اصولی‌ها هیچ گونه ارزشی را نداره، زیرا که بحث تواتر به هیچ عنوان جز بحث‌های حدیثی و محدثین در واقع نیست. و همین صفحه را هم که شما نمایش بدید در اینجا، بله احمد جان صفحه ببینید در اینجا صراحتاً در اونجا یعنی قبل از این می آورد، این خط اولی که در اینجا من میبینم از اون کتاب، من نمیخوام کتابا، من اینجا کتابشو دارم اما میخوام از خود صفحه مانیتور اونا متوجه بکنم. اینجا که در خط اول اومده و فی کتب اصول الفقه و خط اول و في كتب اصول الفقه ونذكر هنا طرفا في بيان خبر الواحد والمذاهب فيه مختصرا. اینجا نشون بده احمد جان خط دوم پایین، دقیقاً خط دوم الفقه و اول نه خط پایین‌تر، بله از اینجا بله في كتب يعني وقد تقررت أدلتها النقلية والعقلية في كتب أصول الفقه ونذكر هنا طرفا في بيان خبر الواحد والمذاهب فيه مختصرا. میگه این بحث اصول فقه است، ما در اینجا یک گوشه از اون بحث‌ها رو میآوریم و خودش در همینجا میآورد در خط پایین که میگه که تفریعات معروفة مستقصات في كتب الأصول و اما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوي له واحدا او اكثر. میگه این بحث کتاب‌های متواتر هست. این بحث صراحتاً در کتاب‌های اصولی اومده و نیاز و کاری به بحث محدثین ندارد. اینجا که میگه ولا یشترط فی المخبرین الاسلام ولا العداله. بله میگه در مخبرین اسلام و عدالت شرط نیست. اما عرض کردم که این مطلب رو از کجا گرفته؟ خودش در ابتدای مطلب گفته من کتب الاصول فی کتب اصول الفقه و در ادامه میگه اگر بحث مفصل را میخواهید مراجعه بکنید به کتاب‌های اصول فقه. اما با وجود این ادعای امام نووی هست و قابل قبول نیست. الان ببینیم که این آقا چی میگه، من توضیح خواهم داد. و یحصل العلم بقوله، اینو گفتم ما یقین میکنیم. عدد خاصی نداره و شرط نیست در کسانی که این خبر رو گفتن الاسلام و العداله، نه عدالت شرطه در هیچ کدومشون، نه اینکه آقا یه سند صحیح حداقل بعد براش بیاری. این ادعایشون هست، قابل قبول نیست. یعنی داره تعریف متواتر میکنه، نگفته اول یه سند صحیح بیار، بعد دو صحیح، بعد سه صحیح، بعد چهار صحیح، بعدش متواتر. میگه چی؟
میگه در کسایی که این خبر رو آوردن نه اسلام شرط است نه عدالت. خب بی سواد گذاشتن اونجا، اینقدر هم ریش بلند کرده. خب با ریش کردم عالم نمیشه، باید علم داشته باشه. تاثیر سرقه اموال مسروقه ملازمه اینجوریه دیگه. سارقه رو شرط‌بندی کردیم، این شریک دزده. چون شریک دزد بوده جرمش کمتره، به اصطلاح ما شرط‌بندیش نکردیم. بله، من اینجا فقط یک نکته رو بگم در جواب این حرفایی که میزنه این، چون ایشون فکر کنم این ریشدارای حوزه علمی قم ترتیبشون رو در دوران طلبگی زیاد دادن، به خاطر همین ایشون حساسیت مفرد داره به ریش بلند. این کلیپ آقای مکارم شیرازی، کلیپ احمد جان اگر کلیپ رو آماده بکنید از مکارم شیرازی، یهودی زاده ولد زنا. ما فقط این کلیپ مکارم شیرازی رو در جواب صحبت‌هایشون بعد از پایان برنامه پخش می‌کنیم. در پلیلیست شبکه هم انشاءالله این رو در تکرارها بذارن حتما. یهودی زاده ولد زنا کلیپی هست که بعد از برنامه در جواب صحبت‌هایشون پخش میشه. بفرمایید. این کتاب هست. من فقط میخوام که مختصرا اشاره بکنم. قواعد التحديث، دوستان اینو نمایش بدم. قواعد التحديث فی فنون مصطلح الحدیث یک از کتاب‌های معروف است، تالیف علامه الشام محمد جمال الدین القاسمی. و در این کتاب در صفحه 242 در اینجا یک نقطه‌ای رو گوشزد کرده، تنبیه، یعنی یک نوع به اصطلاح هشداری هست، تنبیه داده در اینجا. وقع فی کلام نووی فی شرح مسلم، نووی در شرح مسلم اینو گفته درباره متواتر که انه لا یشترط فی المخبرین بی الاسلام، که گفته بود اسلام و عدالت در این زمینه شرط نیست. و کذا قال الاصولیون، اصولی ها اینو گفتند، این گونه گفتند. ولا یخفا، اینو هیچ کسی دیگه بر هیچ کسی پوشیده نیست، ان هذا اصطلاح للاصولیین، این اصطلاح کی هست؟ اصولی ها هست، هیچ ارتباطی به محدثین ندارد. و الا فاصطلاح المحدثین فی، اما اصطلاح محدثین در این مورد این است که ان یرویه عدد من المسلمین، متواتری که در باب حدیثی بحث میشه اون چیزی هست که ان یرویه عدد من المسلمین، تعدادی از مسلمانان چیکارش بکنند؟ روایتش بکنند. اون روایتی که تعدادی از کفار روایتش بکنند نزد محدثین به هیچ عنوان معتبر نیست. لانهم اشترطوا فی من یحتج بروايته ان یکون عدلا ضابطا، زیرا که محدثین از همون اول گفتند فقط روایت عادل ضابط معتبر هست. این جزء شرطی که من قبلا عرض کردم. عدلا ضبطا چی باشه؟ به ان یکون مسلما بالغا، مسلمان بالغ باشه. فلا تقبل روایت الکافر فی باب الاخبار، در باب اخبار و روایت حدیث روایت کافر به هیچ عنوان قابل قبول نیست. و ان بلغ فی الکثرة ما بلغ، هر چندم که زیاد باشه. پس بنابراین این حرفی که آقای نووی گفتن این بحث اصولی ها هست و هیچ ارتباطی به بحث محدثین در واقع ندارد. و همچنین عبارت دیگری رو جمع الجوامع مشری آورده، ولا تقبل روایت کافر و ان عرف بالصدق، روایت کافر قابل قبول نیست گرچه کافر راستگوی هم باشد. لعلو منصب روایت عن الکفار، زیرا که این یک نوع احترامی هست، فضیلتی هست، تکریمی هست و کفار این ارزش رو در واقع ندارن. پس بنابراین این حرفی که نووی زده معنیش این هست و این بحث میگرده به علم اصول و علم اصول هیچ اون ارتباطی به بحث محدثین در واقع ندارد. جزاکم الله خیر. ادامه کلیپ رو ببینیم. وگرنه این یه امر مسلمه. من آدرس‌ها رو براتون میخونم، فقط فهرستشو اگه اتاق فرمایید لطف کنن این تصویر رو. بله، من رو فایل وردی بخونم دیگه، ولی ما فایل وردیمون فایل وردی اونها نیستش. عمدة القاری کرمانی میگه اگر مخبرین از یهود باشن، عدد برگردید عقب‌تر. خب اینجا ایشون میگه اگر مخبرین از یهود باشند، مخبرین معنیش راویان حدیث نیست. مخبرین معنیش راویان حدیث نیست. این صفحه رو بگذارید دوستان. ببینید اصل بحثی که در اینجا هست، بحث این هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم در روز عاشورا روزه گرفتن. وقتی که در مدینه رفتن سوال کردند از یهودی که در اونجا بودن چرا روز دوشنبه رو شما روزه میگیری؟ گفتند این روزی هست که الله متعال موسی رو از دریا نجات داده، از هلاکت نجات داده، پس بنابراین ما روزه میگیریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم حرف اونها رو قبول کردند، یعنی در یک خبر تاریخی، نه یک روایت حدیثی.
یک خبر تاریخی قبول کردن و گفتند که ما به موسی حقدارتر هستیم. فین قلت خبر الیهود غیر مقبول فکیف بله دقیقاً فکیف عمل صلی الله علیه و سلم بخبرهم، چگونه پیامبر این خبر رو قبول کرد که موسی علیه السلام در روز عاشورا نجات پیدا کرده. این دوباره توضیح داده که بله وقتی که یک خبری به یک مطلبی به حد تواتر برسه این قابل قبوله. او کان المخبرون من الیهود عدد التواتر، یعنی که مخبرین یکی از توجیهاتی است در اینجا کرده، شاید مخبرین از یهود به اندازه خبر به متواتر رسیده بودند در یک حرفی که ارتباطی به بحث حدیث و روایت حدیث نداره، یک حرف تاریخی یهود گفته بودند به حد تواتر رسیدن، پیامبر قبولش کرد. خب این چه با ارتباطی به اصول محدثین داره؟ هیچ گونه ارتباطی رو نداره، به جز یک نوع تلبیس و فریبکاری هست. از یهود باشن عدد تواتر، این حتی این پاراگراف رو کامل آورده، منتها همون جایی که بر اساس هوا و هوس خودشون هست همون قسمت رو میخونه، بقیه‌اش رو نمیخونه. قبلش درباره یک خبر هست، خبر تاریخی از یهود نقل شده و رسول الله قبولش کرده. بله در خبر تاریخی اگر اتفاق نظر باشه، تواتر باشه، ما هم قبولش میکنیم، اما بحث حدیث یک بحث کاملا جداگانه است. تواتر حاصل میشه. در تواتر اسلام شرط نیست، اینو کرمانی نقل کرده. شرح نحوی که عرض کردیم، نخبة الفکر قاری میگه اگر زیاد شد روایات چی میشه؟ لا تقیید به عدالت ولا اسلام، کار به عدالت و اسلام دیگه ما در این باب نداریم. با توجه به اون اصلی که من قبلا عرض کردم که حتی این در کتاب شرح نخبة الفکر با توجه به صحت روایات توضیح خواهم داد اینو بعدا. اسلام دیگه ما در این باب نداریم. لأن المتواتر لا يسأل عن احوال رجاله، در متواتر از حال روات بررسی نمی شود. حاشیه ابن عابدین میاد میگه چی؟ اینجا توجه به حاشیه ابن عابدین یک کتاب فقهیه، این هیچ گونه ارتباطی به علم حدیث در واقع نداره و این بحثی که در اینجا هست همشون در مورد شهادته، عدالت شهادت، عدالت شاهد هست، نه بحث تواتر. این بحث محدثین در اینجا نیست، یک بحث کاملا فقهیه که اگر چند نفر اومدن علیه یک فرد دیگری گواهی دادن، شهادت دادن فلانی یکی رو کشته، آیا قبول میکنید یا قبول نمیکنید؟ اینجا حتی گفته که ولو اخبر جمع غیر محصورین من کفار البلده به موت ملکهم حصرنا. اینو ما قبول داریم، بگن که فلانی مرده ما قبول میکنیم. 100 نفر 10 نفر بگن که در فلان جا مثلا فلان رهبر مرده، فلان رئیس جمهور مرده، ما قبول میکنیم. اینجا بحث شهادت هست، بحث شهادت در باب قضاوته، واقعا نه یعنی کتاب ابن عابدین حاشیه اصلا کتاب حدیثی نیست، کتاب فقهی، جزئیات فقهی در این نوشته شده و بحث روی عدالت شاهد هست. وقتی که چند نفر کافر اومده باشن، شهادت داشته باشن که فلان کار شده، شما قبول میکنید؟ میگه بله. اگر همه اتفاق بکنن بله در فلان جا حاکمشون مرده، ما قبول میکنیم. این خب این چه ارتباطی به علم حدیث داره؟ من نمیدونم. چه ربطی به شترمرغ داره جناب استاد؟ لا یشترط العداله و الاسلام فی المخبرین، در تواتر نه عدالت شرط نه اسلام. در تواتر این رو تواتر رو خودش میاره در اینجا. بله. فتاوی الفقهی الکبری ابن حجر هیثمی، از اسمش مشخصه، فتاوای فقهی. خب چه بحثی به علم حدیث داره؟ شما دارید الان بحث حدیثی میکنید، این کتاب فتاوای فقهی هست. بعد از این اذا بلغ المخبر من العادل گفته یا من الفاسق گفته، هیچ کجا نگفتن اگر یک فاسق بودن قبول میشه. آقای ابن حجر هیثمی اگر تعدادی فاسق یا کافر خبری رو نقل کردند و تعدادشون زیاد بود به حدی که ممکن نبود همه اینا دروغ بگن، این چیه؟ فیقبل خبرهم، روایتشون مقبوله. فقها و اصولین همه اینو گفتن. بله. فقها و اصولیین گفتن، چون بحث فقه، بحث اصوله. چند نفر اومده باشن پیش یک قاضی دادگاه شهادت داده باشن، از نظر فقهی شهادتشون قبوله. وقتی که به عدد تواتر برسن نگاه نمی‌کنیم که اینا عادل بودند یا عادل نبودند، مسلمان بودند یا مسلمان نبودند. بحث فقه و اصول فقه ما اینو قبول می‌کنیم، اما بحث حدیث یک بحث کاملا جداگانه هست. جلد 1 صفحه 20 فتاوی ابن حجر. تکمله رد المهدار میاد چی مطرح میکنه؟ بلا شرط عدالتین، عدالت در تواتر شرط نیست. لا یشترط العداله و الاسلام فی المخبرین. مخبرین این کسانی که شما رو خبر میدن که فلان اتفاق افتاده،
شاهد یک قضیه بودن برای شما نقل میکنن. بحث راوی در اینجا نیست. اصلا کتاب فقهی، بحث روات در اینجا این واقعا خنده آوره که از یک کتاب فقهی بیاریم در مورد یک مطلب حدیثی در واقع استدلال بکنیم. الاحکام میاد مطرح میکنه. میگه چی؟ درارالحکام، یعنی این هم خودش یک کتاب فقهی هست. شرح مجلة الاحکام. مجلة الاحکام یک چیز است که اون گونه که میبینید در اینجا ماده آورده برای قضات، برای این از یک قانونی هست برای حل و فصل کردن اختلافات مردم، در واقع به عنوان ماده اینها رو در این کتاب ذکر کرده. هیچ ارتباطی به بحث محدثین و علم حدیث نداره. اینجا هم گفته که مالا اشتراطو لفظ الشهادت فی التواتر. خب لفظ الشهاده، ببین لفظ شهادت که این اشهد، من گواهی میدم فلانی کارو کرده، میگین شرط در واقع نیست در متواتر. اگر همه بدون، یعنی اساسا باید شهادت بدن، با همین لفظ اشهد باید باشه وقتی گواهی میدن. اما اگر به حد تواتر رسیدن لازم نیست یک فردی بگه که بله من شهادت میدم که فلانی این کار رو انجام داده. بحث شهادت یعنی لفظ شهادت لازم نیست در اون شاهدانی که گواهی میدن در پیش قاضی. میگه اگر طعن بزنند در کسی که راوی متواتر است. نگه دارید اینجا ببینید، بله اگر طعن بزنند در کسی که راوی متواتر است. در اینجا چی میگه؟ فلذلك اذا طعن المشهود علیه المخبرین بالفسق. اگر مشهود علیه، یعنی اون کسی که علیهش گواهی دادند، شهادت دادند، شما اومدید ادعای من بر علیه من چند تا شاهد آوردید که فلانی کار رو انجام داده، من که مشهود علیه هستم، متهم شدم در این دادگاه، میگم آقا این شاهدانی که شما آوردید اینا قابل قبول نیست، این مخبرین قابل قبول نیستند. فلذلك اذا طعن المشهود علیه، وقتی که مشهود علیه متهم در دادگاه طعن وارد کرد در مخبرین، در شاهدان، گفت که اینا چی هستند؟ اینا فاسق هستند و عدم العداله، اینا عادل نیستند. فلا یعتبر طعنه، پس این طعنش قابل قبول نیست. این حرف متهم در اینجا قابل قبول نیست. چرا؟ به این علت که این کسانی که اومدن شهادت دادن خیلی زیاد هستن، به حد تواتر رسیدن. اصلا بحث روایت حدیث نیست، بحث شهادت و گواهی دادن علیه یک متهمه. اگر 100 نفر اومدن علیه یک متهم گواهی دادن، در اینجا متهم هر کاری که بکنه حرفش در پیش دادگاه در قابل قبول نیست، زیرا که 1 نفر و 2 نفر و 3 نفر نیستند که علیهش در واقع شهادت دادند. این بحث ببینید که چی اصلا ترجمه هم اشتباه میکنند و استدلال هم اشتباه. دوستان اذا طعن المشهود علیه، این رو ببینید که چه ترجمه میکنه، یک کمی دقت بکنید. احکام میاد مطرح میکنه، میگه چی؟ میگه اگر طعن بزنند در کسی که راوی متواتر است. اگر که طعن بزنند در کسی که راوی متواتر است، من خدا شاهده هر چه دار و نداری که دارم جایزه میدم برای این شترمرغ و که 200 تا شترمرغ دیگه که تو شبکه ولایت هستن، این راوی متواتر رو از اینجا بیارن برای من نشون بدن. در این قسمت راوی متواتر رو در این پاراگرافی که داره ازش ترجمه میکنه برای من بیارن راوی متواتر رو نشون بدن. اینجا بالا صراحتا این یکی از ماده هست، ماده 1734 که ما لا یشترط لفظ الشهادت فی التواتر. لفظ شهادت لازم نیست، یعنی 100 نفری که اومدن دادگاه شهادت بدن لازم نیست که همهشون بگن اشهدو، همش یک سر تکان بدن تایید بکنن، این در واقع شهادتشون قابل قبوله. واقعا این دروغ جالبیه. میاد مطرح میکنه، میگه چی؟ میگه اگر طعن بزنند در کسی که راوی متواتر است که این فاسق بوده، یکم تصویر رو خودم کوچیک‌تر میکنم، درست شد. اگر طعن بزنند در راوی متواتر که این فاسقه یا عادل نیست، اصلا قبول نمیشه. یعنی شما 1001 اشکال به راوی متواتر بگی، بگو آقا این سندش اینجوریه، این سندش اینجوریه، این سندش واقعا شترمرغ. بحث شهادت تو دادگاه چه کار به سند داره که سندش اینجوریه؟ واقعا به حماقت اینا باید خندید. من نمیدونم 200 تا جونوری رو که اینجا این یهودی زاده ولد زنا به قرون کلیپ خودشون جمع کرده برای چی است؟ برای اینکه فرق بین شهادت در دادگاه و راوی حدیث رو ندونن. واقعا به این خنده های خودتون باید فکر کنم به این حماقت و جهالتتون باشه که یا میدونید یا نمیدونید. حالا به هر صورت دیگه خدا بیامرزه شترمرغو. فرق نمیکنه مخبر مسلمان باشه یا غیر مسلمان. یه تعدادی دیگه از یک کشور اجنبی میگن آقا پادشاهمون مرده، خب ما یقین میکنیم مرده دیگه.
مردن پادشاه چه بحثی داره به یعنی روایات حدیث؟ در مردن پادشاه و متولد شدن فلانی و نمیدونم رئیس جمهور شدن فلانی، بله حرف هر خبرگزاری خبر بده ما قبول میکنیم. حالا خبر شما از آژانس نمیدونم فرانس پرس و فاکس نیوز و غیره است. البحر المحیط فی اصول الفقه جلد 3 صفحه 300. خود اسم کتاب مشخصه، البحر المحیط فی اصول الفقه. خب چه اصول فقه چه ارتباطی به اصول حدیث داره؟ این تفاوت باید، این ارتباط رو باید بیان بکنم برای ما. بله در کشید. بله. چی میاد میگه؟ بله اینجاست. و عندنا نزد ما هیچ فرقی نمی کند در بین کفار و مسلمان ها در خبر متواتر. بله. فتاوای رملی. خب این فتاوای رملی این خودش اسم فتاوا هست، این فتاوای فقهی. دی بله در باب روایت اسلام شرط نیست در تواتر. دروغ. اینم خودش یک سوالی کرده، یعنی قبلا یک کسی سوالی کرده در اینجا جواب داده، فاجاب این جوابش در اینجا آورده که بیان الاسلام معتبر فی التواتر بالنسبه للشهاده وليس معتبرا بالنسبه للروايه. این بحثش اساسا یک بحث هست در باب تفاوتی که ایشون قائل شده در میان باب شهادت و باب روایت و عرض کردم این علمش این کتاب اساسا کتاب فقهی هست، فتاوای فقهی هست و به هیچ عنوان حرفش قابل اعتبار برای محدثین در واقع نیست. زیرا که اینو من قبلا آوردم از علمای اهل سنت و الجماعت که یکی از اساسی ترین شرط قبول روایت عدالت هست. عدالت به معنی مسلمان بودن، عاقل بودن و بالغ بودن. این اجماع هست، اتفاق نظر هست. این به عنوان یک اصل هست که به هیچ عنوان از این نمی شود که چشم پوشی کرد. نه عدالت، نه آزادی، نه مذکر بودن در تواتر شرط نیست، چون اصلا علم میاره. این حاشیه قلیوبی این هم یکی از کتاب‌های فقهیه، یکی از کتاب‌های فقهی، اون بحث در مورد شهادت هست. بله. نه مذکر بودن در تواتر شرط نیست، چون اصلا علم میاره. اجابت السائل امیر صنعانی و حاصل به فاسق. اینم کتاب فتوا هست. نه کتاب اصولی هست اینم. درست. و کافر. عدالت با فاسق و کافر هم درست، تواتر با فاسق و کافر هم درست میشه. بله در امور عادی در امور عادی و در باب اصول فقه و در فقه در باب شهادات تواتر با کافر و مسلمان ثابت میشه. اما در باب حدیث روایت کافر به هیچ عنوان پشیزی هم ارزش نداره. من شرط العدالة فی التواتر فلا یقع من الفساق او الاسلام فلا یقع من الکفار. این عنوان رد بر اون کسانی است که ادعا میکنند عدالت در تواتر شرطه، بنابراین از فاسق و از غیر مسلمان قبول نمیشه. بعد میاد خودش جواب میده، میگه آقا جان بله، در ادامهش سریعا مطرح میکنه، میگه این شرط نیست که اینو مطرح بکنه. اینجا جالب است جناب استاد وقتی میبینه که آبروش داره میره نمیخونه، میگه در ادامه توضیح میده. بله ازش همینطوری میگذره. اینو اگه شما لطف کنید. همون مطلب هست. ببینید در این قسمت فاهی میگه که همون مثالی که بقیه دادن در اونجا، لو اخبر امت من الفساق، یک گروهی از فساق اومده باشند خبر بدن به خبر که قتل ملک بلدهم، گفته باشند که پادشاه ما کشته شده، لحصل العلم بصدق خبرهم، ما میتونیم حرف اونها رو قبول بکنیم ضرورتا، ولانه اخبر امت من اليهود بقتل المسیح، زیرا که یک تعدادی از یهود، یک امتی از یهود به ما خبر دادند که مسیح کشته شده، ولم يحصل بخبرهم العلم بقتلی، و اما با خبر اونها علم قطعی برای قتل مسیح حاصل نشده. و رد بانه لو اخبر امت من الفساق بخبر كقتل ملك بلدتهم لحصل العلم بصدق خبرهم ضرورة، وبأن خبر اليهود بقتل عيسى حصل به العلم لتواتر تواتری بروايته به العلم لتواتره بروايتهم وحصول شرط تواتر لكنه تعالى اكذبهم. میگه بله
اون همون گونه که یک گروهی مثلا خبر بدند که شهرشون، یعنی یک گروهی از فساق خبر بدند که پادشاه شهرشون کشته شده، همون گونه که یهود خبر دادند با تواتر اینو خبر دادند که بله در واقع عیسی کشته شده، میگین قابل قبول هست. اما خبر قتل عیسی رو الله متعال در قرآن کریم چیکار کرده؟ نفی کرده، بس بنابراین قابل قبول برای ما نیست. ببینید تمام این مثال هایی که در اینجا میزنن در مورد این است که یک فردی کشته شده، الان مثلا بیان در دادگاه خبر به شهادت بدن، آیا قابل قبول هست یا قابل قبول نیست؟ در این هیچ گونه شکی وجود نداره که قابل قبول هست. اینو مطرح بکنم. عدالت شرط نیست. حاشیه ابن عابدین جلد 387. باز همون کتاب فقهی احناف هست. اجابت السائل عرض کردیم. توجیه الافکار آقای صنعانی. بله. در تواتر عدالت رو شرط ندونستن. اینا همش مربوط به، یعنی آدرسایی که میبینید مربوط به عدم عدالته. اون بالایی‌ها عدم اسلام بود، اینا عدم عدالته. تمام کتب اهل، یعنی همش قضیه شهادت مطرح است. مثلا در باب شهادت هست. مثلا اینجا مغنی المحتاج جلد 4 در اینجا میگه و شرط التاسع الذی تستند الشهادة الیه فی المشهود به سماعه، ای المشهود به، این مشهود به رو باید بشنوند، من جمع کثیر یؤمن توافقهم علی الکذب، این شهادت از یک تعداد شنیده بشه که احتمال توانی بر دروغ نباشه. بحث روایت اصلا در این کتاب، اصلا این کتاب‌های اصلا حدیثی نیست که بحث حدیثی در اینها در واقع مطرح شده باشه. تمام کتب اهل سنت، یعنی ما از کتب شیعه هنوز نرسیدیم. بله، تمام کتب فقهی اهل سنت میگن که در باب شهادت بله. ببینید مثلا اینجا بعضی شما همینطوری اختیار میکنم از اینجا، لانه لا یشترطوا فی التواتر لفظ الشهادت فی خبر المخبرین. بله. عدالت کلی، وثاقت هم تصریح کردن شرط نیست. گفتن چی؟ لا یشترط فی التواتر لفظ الشهاده فی خبر المخبرین، لا یشترط عدالتهم ای کونهم ثقات. لازم نیست کسایی که متواتر رو برای ما نقل میکنن ثقه باشن. گروهی که متواتر رو نقل میکنن. بحث شهادت هست. کسانی اگر اومدن شهادت دادن به اندازه تواتر رسیده بودن، دیگه ما نگاه نمیکنیم که فلانی مسلمان نیست، فلانی نمیدونم عادل نیست، فلانی نمیدونم فاسقه، با اینکه فاسق باشه اما چون که به حد تواتر رسیده دادگاه اسلامی شهادتشون رو قبول میکنه. حتی لازم نیست بدونی کیه. مثالش گفتم تو خیابون شما 1000 نفر رو میبینی که نمیشناسی. حالا ببینید این بحث حدیثی هست. بحث حدیثی، خب یک حدیث رو شما مثال می آوردید، حتی لازم نیست که افرادشون رو بشناسی که هستن، تو خیابون یک اتفاق افتاده نقل میکنن. خب این بحث عامیانه هست، چه بحثی به روایت حدیث داره، چه بحثی به اصول محدثین داره. ما هم در این زمینه با شما اختلافی نداریم. بله اگر چند نفر بیان بگن در خیابان فلان اتفاق افتاده ما قبول میکنیم، اما این هیچ گونه به صورت تأثیری در دین ما در واقع نداره. یک خبر عادی عامیانه هست و قابل قبوله. بحثی که ما میگیم در بحث تواتری که در اینجا ادعا میکردن روایات مهدی متواتر هست. شما خب یک روایت متواتری رو یا یک روایتی رو که در واقع گویندهش مجهول هست و ما نمیدونیم می آوردی که برای ما مشخص میکردید که فلان خبر متواتر، فلان حدیث متواتر راویانش برای ما مشخص نیستن. عملی باید این مثال میدادید، نه اینکه در خیابون چند نفر یک چیزی رو گفتن ولی این کنها رو نشناسی خبرشون معتبر باشه. این بهش میگن متواتر. بعد یه عبارت دیگه برای شما بیارم. در دارالحکام عرض کردیم میگه اگر طعن بزنن قبول نیست. این عبارت ابن تیمیه خیلی مهمه. در مجموع فتاوا ببینید این نکتهش که میگه، چون که این شیخ ابن تیمیه رحمت الله علیه هست و میگه خیلی مهم هست، من از بینندگان میخوام که بیشتر روی این توجه بکنن. این عرض که میگه خیلی مهم هست، الان ببینیم که مطلبش چی هست. جلد 6 این قسمت رو اگه اتفاقا لطف کنن، میاد میگه که یه گروهی بودن اینها قلیل المعرفه به آثار سلف بودن. خب ایشون میاد، شیخ ابن تیمیه رحمت الله علیه میاد در یک مسئله ای رو که نقل مذهب سلف باشه، نقل کردن از گذشتگان و اهل سلف باشه، میاد یک گروهی رو معرفی میکنه، افرادی رو میگه که نقل اینها برای ما معتبر نیست. نقل این افراد برای ما معتبر در مورد مذهب سلف اینها حرفشون قابل اعتبار نیست. مانند کی؟ مانند غزالی و مانند ابوالمعالی، افرادی رو که در اونجا نام میبره، میگه این افراد نقلشون برای ما معتبر نیست، زیرا که این افراد در باب حدیث جز عوامند.
یعنی غزالی و امثالهم در باب حدیث جزء عوامند. اینها فقط مثلا از صحیح بخاری و صحیح مسلم فقط همون گونه که عامه خبر دارن، اینا همون گونه خبر دارن، یعنی شنیدن، خودشون اهل فن نیستن. اینها در حدی با علم حدیث ناآگاه هستند که حدیث متواتر از غیر متواتر هم تشخیص نمیدن. کل مطلب اینه که اینها حدیث متواتر و غیر متواتر رو از هم دیگر تشخیص نمیدن. در اینجا خب کجا مثلا ابن تیمیه گفته باشه که در حدیث متواتر بحث سندی نداریم یا اینکه ولو اینکه کافر باشند روایت اونها قبول میشه؟ چنین چیزی نیست. با اینکه تاکید میکنه که این حرف خیلی مهم هست، اما واقعا هیچ ربطی با بحث ایشون در واقع نداره. همینطوره اومد الله اسم ابن تیمیه ابن تیمیه هم در واقع در اینجا اسمش هم باشه که بخواد که تایید باشه برای کلامش. سلفو نمیدونستن کی هستن. ولا یمیزون بین الحدیث الصحیح المتواتر. در بالا میایم که کما یذکره فاما ان یکون، اون کسانی که مذهب رو نقل میکنن، فین فرض ان احد نقل مذهب السلف، بالفرض ما فرض بکنیم که کسی از اینا اومدن درباره سلف ما یک حرفی رو زده باشن، مذهب سلف رو، قول سلف رو نقل کرده باشن، فاما ان یکون قلیل المعرفه بآثار السلف، این جزء افرادی است که شاید از آثار و از روایات سلف این خبر نداشته باشه، مانند ابوالمعالی، مانند ابو حامد غزالی، ابن الخطیب و امثالهم، ممن لم یکن لهم من المعرفه بالحديث ما يعدون به من عوام اهل الصناعه. اینا اونقدر حدیث بلند نبودن، شناختی به حدیث ندادن که حتی این از محدثین کوچک به شمار برند یا از عوام اهل صنعت حدیث شمرده بشن، فضلا عن خواصها. اینها جزء عامیان محدثین نیستن، چه برسه که اینا امام باشن در علم حدیث در واقع. و ادامه مطلب ولم یکن الواحد من هؤلاء یعرف البخاری و مسلما و احادیثهما الا بالسماع. اینا با بخاری مسلم هم آشنایی نداشتن مگر همین که شنیدن. کما یذکر ذلك العامه، مثل بقیه عامه مردم که بخاری و مسلمی در واقع شنیده بودن. ولا یمیزون بین الحدیث الصحیح المتواتر، و در میان حدیث صحیح متواتر و روایات دیگر که آحاد هستند تشخیصی رو نمیدونن. خب این چه ارتباطی داره به این مبحثی که ما هستیم؟ من نمیدونم. عند اهل العلم بالحدیث و بین الحدیث المفترا و المکذوب، اصلا فرق بین متواتر و غیر متواتر رو نمیفهمیدن. اینا خارجین ان منهاج سلف، اینا اصلا روش سلف رو نمیدونن، روش سلف خارجن. الان این شبکه میگه ما سلفی هستیم دیگه، درست؟ کسانی که فرق حدیث متواتر و حدیث موضوع جعلی رو نمیدونن، اونا به هیچ عنوان جز محدثین نیستند، خارج از منهج سلف و محدثین این امت هستند. خب این چه ارتباطی به این بحث شما داره؟ اصلا چه ارتباطی به شبکه داره؟ خیلی جالب ارتباط که میده اینجا جناب استاد. اینا اصلا روش سلف رو نمیدونن، روش سلف خارجن. الان این شبکه میگه ما سلفی هستیم دیگه، درسته؟ ابن تیمیه میگه شما سلفی نیستین، خدای وهابیت میگه شما سلفی هم نیستین. بله خیلی کار به کجا خیلی صریح گفتند این حرف رو. باید دیگه حالا از شترمرغ دیگه بیشتر از این نمیشه توقع. به خاطر این اکتشافشون باید یک جایزه ویژه حتما باید یعنی شبکه ولایت بده. بعد از برنامه حتما یک جایزه تقدیم حضورشون میکنیم ان شاء الله. فرسته وین لمن کفره نمرود. عبارت بعدی برای شما بیارم، ارواء الغلیل البانی میاد میگه لا سیما ولا یشترط فی الحدیث المتواتر سلامت و طرقه من الضعف. در حدیث متواتر لازم نیست طریقهاش از ضعف خالی باشن. اگر برگردیم مصطفی رو، ولی در اینجا شیخ البانی رحمت الله علیه یک حدیثی رو میاره با طرق مختلفی. خب ببینید در ابتدای بحثش میگه و اما صحت، این روایت رو ایشون نیومده بگن که یک روایتی که تمام طرقش ضعیف هستند این متواتر هست یا صحیح هست. یک حدیثی رو آورده در اینجا بررسی کرده، اگر یک کم جلوتر بیارند این تصویر رو دوستان، میگه و اما صحت، این سندی که من آوردم صحتش ثابت هست، این سند صحتش ثابت هست. اما صحت فمن الطریق الثانیه للحدیث الاول، طریق و سند دومی که این روایت داره چیکار هست؟ صحیحه. خب وقتی که صحیح بود حداقل در یک مسئله‌ای که در چندین طرق یک طرق وقتی که صحیح بود، خب ما در اینجا دیگه مطمئن هستیم که این در واقع از رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده. و قد تفرد بذکرها هذا الكتاب مع التنبیه علی صحته دون سایر کتب تخریجات التي وقفت علیها. در این کتاب میگه تصریح شده که این در واقع صحیح است. خب در اونجا صحتش رو اول ثابت کرده و بعدش میگه و اما تواتر،
در عین این که این روایت صحیح هست متواتر هم هست. صحتش از یک طریق دیگر ثابت هست، تواترش از یک طریق دیگر. فانضمام الطرق الاخرى الیها، به خاطر اینکه طرق دیگری داره اینها جمع شدن بر روی این طریق صحیح، پس بنابراین به حد تواتر میرسه. و هی و ان کان فی بعضها ضعف، این سندها گرچه در بعضیشون ضعف وجود داره، این سندها بعضیشون خالی از ضعف نیست. فبعضه ضعف محتمل، بعضی از این ضعف ها ضعفی هست که قابل تحمله، یعنی قابل ارتقا هست. فبعضها ضعف فی بعضها ضعف فبعضه ضعف محتمل یقبل التحسین لغیره، که این حدیث رو به درجه حسن لغیره میرساند. و بعضو حسن لذاتی، بعضی از این طرق حدیث حسن لذاتی هستند کما سبق بیانه. ولا سیما، ولا بعد از این که صحتش رو ثابت کرد و چندین طریق براش آورده که بعضی از این طریقا حسن لذاتی هستند، بعضی دیگر حسن لغیری هستند، ضعفشون ضعف خفیفی هست. بعد از این میگه که خصوصا که تواتر نیازی در تواتر و لا سیما لا یشترط فی الحدیث المتواتر سلامت طرقی من الضعف، که لازم نیست که تمام طرقش از ضعف خالی باشه. مانند این روایت گرچه در این سندها طرقهای ضعیفی داریم اما صحتش از طریق دیگری ثابت هست. حسن بودن بعضی از این طرق برای ما کاملا ثابت است، بنابراین می شود که بر اون عمل کرد. هیچ گونه ارتباطی به مطلبی که ایشون میگن که در واقع بحث متواتر نیازی به بررسی سندی داره، در اینجا هیچ گونه بحث از این مطلب نشده. یک حدیثی رو نقل کرده با سندهای گوناگون، میگه از فلان طریقش صحیح است و با توجه به طرق دیگری که در اینجا اضافه شده، پس بنابراین می شود ادعای تواتر هم در این مورد کرد. جزاکم الله خیر. حدیث متواتر لازم نیست طریق‌هاش از ضعف خالی باشن، نه همشون هم ضعیف باشن. ما هم میگیم این، ببین این جملهش دیگه خلاف مراده. میگه لازم، ما اینو میگیم بله در طریق متواتر لازم نیست که تمام طریق‌ها از ضعف خالی باشن. تا اینجا حرفش درسته، اما حرفی که بعد میگه ولا اینکه همه ضعیف باشن، این دیگه 100% خلاف دروغی که خودش درست دروغی که خودش داره درست میکنه و اینو به خورد کلام ابن شیخ البانی رحمت الله علیه میده که چون این حرفی رو نزد. طریق‌هاش از ضعف خالی باشن، نه همشون هم ضعیف باشن. و همشون هم ضعیف باشن، این دروغی است که این حجت الاسلام شترمرغ در اینجا ایراد میکنه. مثالی که شیخ البانی آورده، طریق صحیح رو آورده، اینو ضمیمه کرده با این روایات دیگر، با طرق دیگر. هیچ ایرادی وارد نمیشه. لأن ثبوته انما هو به مجموعها، همش رو هم دیگه ثابت میکنه، نه تک تکش. بله، چون که بعضی از اینها منگونه که شیخ البانی گفتن صحیحند یا حسن لذاتی هستند یا حسن لغیری، این مجموعش ثابت میکنه. کما هو مشروع فی المصطلح، اگه کسی اصطلاحات رو بلد باشه اینو میدونه. خیلی اصطلاحات 2 تا 4 تا است. شما بی سواد هستید، اصطلاحات رو هم نمیدونید. توجیه نظر الی اصول الاثر، جزایر دمشقی. مصطلح اینجا اشاره به کتاب مصطلح الحدیث است. بله مال کتاب حدیث. و المتواتر لا یبحث فی عن رواته یجب العمل به من غیر بحث، اصلا لازم نیست روات بحث بکنی. و این ورد در مطلب اصولی رو در اینجا میاره که در پایین این مطلب این رو کاملا ذکر کرده که و مما يدخل على المتواتر على ان المتواتر ليس من مباحث علم الاسناد. پایین تر این خطش صراحتا آورده که این تواتر از مباحث علم اسناد نیست، بلکه یک علمی در مورد علم اصول فقه هست که ارتباطی با علم حدیث در واقع نداره. غیر الابرار، حتی اگه از طریق کی بیاد؟ آدمای ضعیف بیاد. و بل عن الکفار، حتی اگه از کفار بیاد. قبلا عرض کردم که مسلمان بودن راوی یکی از شرایط اساسی که به هیچ عنوان از اون محدثین صرف نظر نمی کنند. یعنی اگر 1000 نفر کافر هم روایتی رو نقل بکنند، منگونه که اجماع رو من نقل کردم که روایت این کفار هیچ گونه ارزشی رو نزد اهل سنت و الجماعت نداره. نمیفهمم این آدم‌های بی صلاح بی سواد چه کسایی هستن میان تو شبکه‌هاشون پولم میگیرن. کتاب بعدی النکت علی مقدمه ابن صلاح میگه فقط ما 1 نفر داریم خلاف کل علما گفته و شذ ابن حزم عن الجمهور، گفته اگه ما 1000 تا روایت ضعیف هم داشته باشیم کنار هم دیگه فایده نداره. و هذا مردود لان الهیئه الاجتماعیه لها اثر، این که چند تا روایت کنار هم جمع شدن خودش مؤثره. این من توضیح بدم. در علم حدیث
که 1000 تا حدیث ضعیف هم کنار هم دیگر بگذارن، بله همون گونه که ابن حزم گفتن لازمش این نیست که حتما صحیح باشه. ما در یعنی به نوع ضعف نگاه میکنیم، به نوع ضعف. من اگر این از این مطلب رو از کتاب خدمت بینندگان عزیز بخونم، این کتاب قواعد التحدیث که قبلا خدمت بینندگان عزیز مطلبی رو از این کتاب ارائه دادم، در اینجا یک مبحثی رو داره که مقصد 26 بحث ضعیف اذا تعددت طرقه. ضعیف وقتی که طرق خیلی زیادی رو داشته باشه، میگه که اعلم ان الضعیف لکذب راویه او لفسقه لا ينجبر. اگر علت ضعف در روایت دروغگو بودن راوی باشد یا فسقش باشد، این فسق در واقع یعنی یک عادل نباشد، وقتی کافر دیگه بالاترین درجه فسقه. میگه وقتی که ضعیف بودن یک حدیث به خاطر دروغ گفتن راوی یا فسق راوی باشد، لا ينجبر بتعدد طرقه المماثله له لقوه الضعف. این حدیث در واقع قابل جبران نیست، این حدیث قابل جبران نیست. لا ينجبر، این جبران نمی شود، تقویت نمی شود به خاطر تقویت طرق المماثله له، اون طرقی که در حد خودش باشند. به چه دلیل؟ لقوه الضعف، به خاطر شدت ضعفی که در اینها وجود داره، و تقاعد ضعف هذا الجابری، و این حدیث دیگری هم که اومده این هم در واقع خودش هم ضعیف است، نمیتواند اون رو چکار بکند؟ قوی بکند. نعم یرتقی بمجموعه من کونه منکرا او لا اصل له. این حدیثی که مثلا همه ضعیف باشند، می شود که از درجه منکر بودن یا لا اصل له بودن در واقع چکار بشود؟ یک درجه بالاتر برود. و ربما کثرت الطرق حتی اوصلته الى درجه المستور. شاید این طرق زیاد باشند به درجه مستور برسه. درجه مستور یعنی راویی که در مورد روایتش نه مدحی اومده، نه ذمی، نه جرح شده و نه تعدیل شده. و سیء الحفظ بحيث اذا وجد له طریق آخر فيه ضعف قریب محتمل ارتقى بمجموع ذلك اذا درجه الحسنی. یعنی این که روایت اگر ضعیف باشه، اگر روایات دیگری در اینجا باشه، بیان اون راوی که ضعفش به خاطر دروغ بودن راوی هست یا فاسق بودنش هست، نهایتش این است که اینو از منکر بودن یا لا اصل له بودن بیرون میکند، اینو به درجه مستور بودن میرساند یا به درجه روایت مستور سیء الحفظ در واقع میرساند. و به هیچ عنوان از علمای اهل سنت و الجماعت مطلقاً این حرف رو نزدند که روایت ضعیف هر نوع ضعفی باشه روی هم بگذاریم، این تبدیل در واقع به ضعیف میشه، به حدیث صحیح میشه. در اینجا میفرماد که و صرح فی موضع آخر بان الضعف الذي ضعفه ناشئ عن سوء حفظه اذا كثرت طرقه ارتقى الى مرتبه الحسن. عموم محدثون نظرش این است که ضعفی که از به خاطر سوء حفظ، به خاطر ضعیف بودن حفظ راوی هست، اگر چنین حدیثی داشته باشیم که راویش ضعیف الحفظ باشد، اذا كثرت طرقه ارتقى الى درجه الى مرتبه الحسن، این روایت چکار می شود؟ به درجه حسن در واقع می رسد. اما راوی که علت ضعفش سوء حفظ باشه، حفظش ضعیف باشه، اما روایت ضعیفی که علت ضعفش دروغ بودن راوی یا عدم عدالت راوی هست، فاسق بودن راوی هست، اونو 1000 تا حدیث رو کنار هم بگذاریم، اون در واقع جبران نمیشه، تبدیل به حدیث صحیح نمی شود. ابن حزم رحمت الله علیه حتی این مورد رو هم قبول نداره، یعنی یک مقدار بیشتر متشدد از در این زمینه، میگه حتی روایتی که به خاطر سوء حفظ باشه اونم در واقع قابل ارتقا نیست. و این که روایتی که به خاطر ضعفش به خاطر دروغگو بودن راوی باشد یا به خاطر عدم عدالتش باشد، اینو عموم اهل سنت و الجماعت میگن که چون این روایتی اگر شواهدش در حد خودش باشند، این به هیچ عنوان قابل ارتقا در واقع نیست. و در اینجا میگه وقد خالف فی ذلک الظاهری، همون مطلبی که در اونجا میگه که ایشون گفتند که فقط ظاهری اینو قبول ندارن، ظاهری یک چیز دیگر رو اینجا مطلب کرد، یعنی مطرح هست، نه کل این ضعف رو. وقد خالف فی ذلک الظاهریه فقال ابن حزم فی الملل فی بحث صفه وجوه النقل السته عند المسلمین ما صورته الخامس شيء نقل كما ذكرنا اما بنقل اهل المشرق والمغرب او كافه عن كافه او ثقه عن ثقه حتى يبلغ الى النبي صلى الله عليه وسلم الا ان في الطريق رجلا مجروحا بكذب. این که در این سند چیکار هست؟ یک فردی هست که مجروح هست، یعنی دروغگو هست، او غفلت او مجهول الحال،
ابن حزم رحمت الله علیه اینا رو قبول نداره، در سندی که ضعیف است به خاطر کذب راوی یا غفلت راوی یا مجهول الحال، فهذا ایضا یقول به بعض المسلمین، بعضی از مسلمانان این رو قبول دارند که جبران میشه. لا یحل عندنا القول به ولا تصدیق، میگه نزد ما این اندازه در واقع قابل قبول نیست. اما جمهور اهل سنت و الجماعت بر این اتفاق نظر دارند که روایت ضعیفی که ضعفش به خاطر دروغ بودن یا عدم عدالت راوی هست به هیچ صورت قابل ارتقا نیست، در صورتی که روایات دیگری که در کنارش بگذاریم در حد خودش باشند. نهایتش این است که رو از منکر بودن در واقع خارج میکنه، اما به هیچ عنوان این رو روایت صحیح دیگه نمیشود قلمداد کرد. برداریم خلاف کل علما گفته و شذ ابن حزم عن الجمهور، گفته اگه ما 1000 تا روایت ضعیف هم داشته باشیم کنار هم دیگه فایده نداره. و هذا مردود لأن الهیئة الاجتماعیه لها اثر. این که چند تا روایت کنار هم جمع شد. یک مطلبی است در آخر بعد از این بحثو که مطرح میکنه میگه که فإن المتواتر لا يشترط في اخبار عداله كما تقرر في علم الاصول. بله همه این کتابا یعنی همه این رو میذاره خراب میکنه، همه اینها بله بحث اصول هست، بحث حدیث به هیچ عنوان این در واقع اینها کنار هم دیگه فایده نداره. و هذا مردود لأن الهیئة الاجتماعیه لها اثر. این که چند تا روایت کنار هم جمع شدن خودش مؤثره، بله به شرط اینکه راوی فإن المتواتر لا يشترط في اخباره العدالة. در تک تک اخبار متواتر عدالت شرط نیست. کما تقرر فی علم الاصول. اصلا تو علم اصول اومده، اصلا ربطی به علم رجال و درایه این قضیه تو این کلیپ هم دیگه گفت بعد چیه خودش اعتراف میکنه اینجا. سبحان الله. اصولیه قبل از علم رجال. شما تا یقین کردی 1000 نفر 200 نفر 100 نفر نقل کردن، یک راوی در حجاز نقل کرده، 2 راوی در مدینه، 1 راوی در کوفه، 4 تا راوی در بصره، 5 تا راوی در فلان جا. ممکن نیست اینا با هم اینجا جمع شده باشن دروغ درست کرده باشن. آدم یقین میکنه از این قضیه. بنابراین این ادعایی که اینا کردن یک ادعای خنده‌داره. اگر کسی اهل علم باشه دیگه میدونه اینها دارن دروغ میگن. از کتب شیعه هم که این دوست عزیزمون خوند، بیننده براش خوند، و دیگه این حرف هم که میگه آقا از شیعه بیارین، البته ما زیاد داریم طولانیش نمیخوایم بکنیم، برای خود او از سنی آوردیم، چون اگه از شیعه بیاریم که من شیعه رو قبول ندارم. دیگه خودشون در آخر سری خودشون جواب خودشون رو دادند که اینم بحث اصول هست و نیازی اصلا اعتبارتی به علم رجال نداره. منتها این مبحث آخری رو که حدیث ضعیف در چه وقتی قابل جبران هست، یک مثالی رو در اینجا محقق این کتاب آورده، من اینو عرض میکنم و عرضمو خاتمه میدم. ما نیم ساعت از وقتمون هم گذشته، اینم چند دقیقه رو سرمون نیم ساعت باشه. در اینجا یک مثالی رو در اینجا آورده و من امثله الحدیث الضعیف غیر المرتقی بکثرت الطرق. روایت ضعیفی که به هیچ عنوان قابل ارتقا نیست به خاطر کثرت طرق. نه اصلا بحث صحیح برسه، تواتر بودنش به جای خودش. روایتی هست کثرت طرق داره، همهشون ضعیف هستند، آیا این ضعفش قابل جبران هست یا قابل جبران نیست؟ یک مثالی در اینجا آورده و من امثله الحدیث الضعیف غیر المرتقی بکثرت الطرق الی الحسن. این یعنی حتی این روایت با کثرت طرق به درجه حسن هم نمیرسه که یک درجه از حدیث صحیح پایینتر هست. حدیث من حفظ علی امتی 40 حدیث که خیلی معروفه، هر کسی 40 حدیث از احادیث امت من رو حفظ بکند یبعث یوم القیامت فقیه، در روز قیامت فقیه در واقع مبعوث می شود. میگه فقط روی من عدد من الصحابه، از تعدادی از صحابه نقل شده، از این صحابه منهم انس و ابن مسعود و ابن عباس و غیرهم من اکثر من 20 طریقه، از اینها نقل شده با بیشتر از 20 طریق، 20 سند این در واقع نقل شده از این اصحاب. لکن لا یخلو طریق منها من متهم و مجهول، اما هیچ طریقی از این 20 طریق بالغ بر 20 طریق از یک فرد متهم به دروغ بودن یا مجهول خالی نیست. در هر سندی که ما نگاه بکنیم یک متهم در واقع وجود داره. ولهذا قال الامام النووی، بین خاطر امام النووی که خودشون در واقع اولین کتابی که ذکر کردند از مقدمه بود که در صحیح مسلم آورده، خود نووی در اینجا میگه طرقه كلها ضعیفه ولیس بثابت. این حدیث تمام طریقاش که بالغ بر 20 طریق هستند همهشون ضعیف هستند و این حدیث ثابت نیست. و همچنین میگه اتفق الحفاظ على انه حدیث ضعیف، همه حفاظ حدیث متفقند بر اینکه این روایت ضعیفی هست. و ان کثرت طرقه، گرچه طرقش زیادن،
گرچه سندهای خیلی زیادی داره اما باز هم ضعیف هست. و مولا علی قاری هم در اینجا میگه ورد من طرق کثیرات، این روایت از طرق و سندهای زیادی نقل شده. و اتفق الحفاظ على انه حدیث ضعیف و ان کثرت طرقه، اما همه حفاظ حدیث اتفاق نظر دارند که این روایت ضعیفی هست گرچه طرقش خیلی زیاد هستند. و چیزای دیگری هم در اینجا در واقع ذکر و هذا متن مشهور فی ما بین الناس وليس له اسناد صحیح، یعنی این روایت که من حفظ علی امتی 40 حدیثا بعث یوم القیامه فقیها از چند نفر از حضرت انس، حضرت ابن عباس، ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نقل شده و از اینها بالغ بر 20 سند داره. اما چون که تمام این طرقش هر یک از این طرق یک انسان متهم و دروغی هست، پس بنابراین حتی علما نگفتند که این حسنه، بلکه گفتند این روایت ضعیفی هست. پس بنابراین این حرف ابن حزم نیست، بلکه حرف عموم علمای اهل سنت و محدثین هست که در واقع روایتی رو که به خاطر فسق راوی، به خاطر دروغ بودن راوی گفتن ضعیف است، این قابل جبران نیست و قابل قبول هم نیست و به درجه حسن هم در واقع نمیرسه، چه برسد به درجه صحیح یا درجه متواتر. جزاکم الله خیر جناب مولانا. حالا این برنامه خیلی خسته کن بود شاید برای بعضی از عزیزان. من عذر میخوام از بینندگان عزیزی که این بحث کمی سنگین بود براشون، منتها چون اینا با عوام‌فریبی و با دروغ و با شترمرغی در آوردن میخواستن مردم رو فریب بدن که انگار در مورد امام زمان خیالیشون، این جنایتکار آدمکشی که مکه رو مدینه رو تخریب میکنه و 2/3 انسانها رو میکشه و شکم زنان حامله رو پاره میکنه، جنینشون رو در میاره، سرشون رو میبره، همه این مطالب در کتاباشون هست، من بارها نشون دادم. میخواستن اینو ثابت بکنن که حدیث صحیح داریم. وقتی که احادیثشون رو بررسی کردیم که احادیث صحیح ندارن و دروغ میگن، گفتن که متواتر است. و اینجا در این برنامه، در 2 برنامه‌ای که گذشت، ثابت شد که حدیث متواتر هم ندارن. یک راه دیگری بگردید برای ثابت کردن این امام زمان خیالیتون، تا یک چند روز دیگه هم این بازارتون گرم بمونه، اما روز به روز چهره واقعی شما آخوندهای دجال دین فروش و مدعیان دروغین تشیع و محبت اهل بیت داره آشکار میشه. جناب حضرت مولانا، تشکری ویژه از شما، زنده باشید و تشکر میکنم از شما که وقت اضافی رو در اختیار بنده گذاشتی. گرچه مطالب موند، من فقط سرسری ازشون گذاشتیم. الله مطالب ستون کنه. و تشکر از تک تک شما عزیزان که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. تا فرصت دیگر و حجت بی حجت دیگری که انشالله با روایت ها و سند های دروغین کتب روافض در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا چهره واقعی اینها رو بهتر بشناسید. همه تان را به پروردگار متعال میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.